سلام دوستان، خیلی خوش اومدین. سلام آقای فؤاد، خیلی خوش اومدین. مرسی از حضورتون. سلامت باشین. ببخشید یه لحظه دوربین رو بستم، دخترم طبق معمول موقع لایو کار داره. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سلام آقا کوروش، حال شما و خیلی خوش آمدین. مرسی از حضورتون. تصویر بده به نظرتون چون پشتم پنجره است. ببین کی اومده. پادشاه ایران. پادشاه ایران کی هست؟ خیلی خوش اومدین. مرسی از حضورتون. لایک رو بزنین دوستان جمع بشن و شروع کنیم بازی. سلام آقای ابرا نه سلام، حال شما؟ خیلی خوش اومدین. کی اومده بالا؟ چی؟ سلام آقای علی. متشکر آقای کوروش، متشکر از شما. سلام آقا مسعود، حال شما؟ و خیلی خوش اومدین. مرسی از لایکتون. متشکر دوستان، خیلی خوش اومدین. بیوتیفول اگه اشتباه نکنم. دوست عزیزم خیلی خوش آمدین. مرسی از حضورتون. اولین لایک زدم پرنسس. خیلی متشکرم آقا کوروش، شما هر روز به ما لطف دارین و تشریف میارین تو لایف. متشکرم ازتون. دوستان خوش اومدین. چه خبر؟ خوب هستین؟ تصویر پشتم اذیت نمیکنه؟ نور نمیفته؟ مثلا اینترنت خوب هست؟ نسیما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام مریلن، سلام، خیلی خوش آمدین. سلام آقا میلاد، خوب تصویر خوب، خدا رو شکر. دوستای جدید خیلی خوش اومدین. سلام، خوشحال میشم که لایک رو بزنین و کانال منو سابسکرایب کنید. باش، کانالم سابسکرایب کنید. شماره 1 یوتیوب. متشکرم. یکی نور نیافته ولی شما بیشتر میدرخشید. شما لطف دارید. چیکار دارید؟ چی؟ موقع لایو شد ساعتین شروع شد. الان تصویر نور پشت شما رو اذیت میکنه. سلام آقای محمد. سلام آقای محمد، خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین آقای رسول. بله مامان جان. سلام آقا ناصر. سلام آقای لورد، حال شما؟ خیلی خوش آمدین. سلام آقای ناصر. رالی پری چه خوندم. خیلی خوش اومدی. متشکرم. کجا هست؟ بمون الان میام. تازه اومدن. سلام خانمان. سلام آقا، خیلی خوش آمدین. مازندران. بله خیلی خوش آمدین. یک لحظه من الان میام. بیا بدم. ببخشید عذر میخوام. مازندران. بله سلام، خوبی؟ بیکران. سلام، متشکر. سرخابی سلام، خسته نباشید. سرخابی هستم از شهر جدید پرند. خیلی خوش آمدید. مرسی از حضور شما. فرزخون دیروز ادمین شما منو بلاک کرد، خیلی ناراحت شدم. شما رو بلاک کردن؟ شما حتما اشتباه شده دیگه، نمیدونم. شما منو ببخشید. شما من بیادری از شما ندیدم. حالا انشالله که ببخشین. لایک کردم خانم. متشکرم آقای محمد. لورد کینگ مرسی، تشکر. سلام، چند سالته؟ چند ساله میخورم. میگم فضای لایو رومانتیک تاریک نمیکنه فرزانه خانم. نه دیگه، نور داشته باشه که
تصویر خوب باشه. بعد از اون بیا تو ببخشید. تا اون رفته کانال منم عضو شدید، ممنون. تا اون رفته کانال منم. دوستان یکی من هر کدومتون اومدین خیلی خوش اومدین، مرسی از حضورتون. اگه تازه اومدن خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنه. اینجا نذاریا؟ نه خب بچه های گل دار که شمال اسمی مهدی بخت. سلام عزیزم، خیلی خوش آمدین، مرسی از حضورتون. سلام چطورین؟ خوبی؟ عباس هستم از اصفهان. خیلی خوش آمدین آقای عباس. ببخشید من یه لحظه موندم، روبرو باشه بهتره. این نور خیلی زیاده، نور خیلی اذیت میکنه شما رو. واسه اینکه نمیدونم، با قول خودم اومدم میخوام پیش پنجره باشه بهتر باشه. تغییر کرد، بهتر نشد. نهار نخوردیم، گشنمونه. منهاج سلام، خیلی خوش آمدین دوستان، خوش آمدین. اولین لایک و کامنت الان خوب شد، تصویر بهتره. مرسی مهدی جان، متشکرم عزیز دل. چرا کامنت من نمیخونین؟ ببخشید من یه لحظه رفتم سمت بچه متوجه نشدم، منو ببخشین. خیلی خوش اومدین. کجای شمالین؟ لاهی جان سلام. رسفن جان خیلی خوش اومدین، مرسی از حضور شما. تصویر الان بهتره؟ امروز آفتابه. آقای همایون سلام. خوب فرزانه خانم همینجوری بذار بمونه. چشم. میدونین امروز آفتابه، من گفتم کنار پنجره بمونم ذره فضای بیرون رو بذارم، دیدم اینقدر آفتابه نور میافته نمیشه. سلام آقای مشتاق، خیلی خوش آمدین. آقا همایون متشکرم، شما خوب هستین؟ آقای محمد کوی سلام، متشکرم، شما خوب هستین؟ دوستان خوش اومدین، لایک رو بزنین، لایک. سلام آقای فوتومه. آقا مسعود هستین؟ اگه هستین یه اطلاع بدین، هر وقت هستین به خاطر من نمونه، هر وقت هستین به من بگید، تا زمانی که هستین یه همراهی به من بکنید. فکر کنم 28 سال میخوره، درسته یا نه؟ نه بیشتر دارم، 28 سال که خیلی کمه. سلام سلام، بچه کجایی؟ من اهل استان گیلان. مرسی، من خوبم خدا رو شکر. فلوور سلام، خیلی خوش آمدید. ازدواج کردیم؟ بله متأهل هستم، یه دخترم دارم. سلام رسانه در غربت، خیلی خوش آمدی خواهر. مرسی. بلوچم، به به خیلی عالی، خیلی خوش آمدی. سال 24 سال، نه 24 یه 34. بریم بالا. خانم باور کنید می‌خواستم کانال ببندم فقط با کانال دیگه بیام بهتون بگم چرا این کار کرد تا شب حالم بد میشه. شما منو ببخشین. حالا ببینید دیروز خیلی حرفای نامناسب داشتم. بنده خدا ادمینا دیگه اصلا خسته شده بودن دیگه. دیروز خیلی بد بود. ازدواج میکنی 3 ساله، بنده ازدواج کردم و متأهل هستم و یه دخترم دارم. من هم خوزستان. خیلی خوش آمدی. سلام خوبی آقای سامی، خیلی خوش اومدی. مرسی رسان در قربت، خیلی خوش اومدین. بله ازدواج کردم. بعدش ماریلند، من بچه شما نیستم ولی مازندران زیاد میام و بسیار عالی. زمیر سلام، خیلی خوش آمدین. بلوچم، خوشحالم از حضور شما. دوست دارم ماما. من دوست دارم دخترم. لوله کش سلام، خوش آمدین. محمد کویی خواهر، بله بفرمایین. عکس دخترم رو گذاشتین، خدا نگه داره بچه شما رو. متشکر، خیلی مرسی اگه با من بودین. آقای حسام سلام. آقای تحماس اگه اشتباه نکنم سلام، خوش باشی. متشکرم. هر گونه تعمیر لباسشویی، لوله کشی، آشپزخانه انجام می شود. خیلی متشکرم. خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید و عضو کانالم بشی و همراه همیشگی من باشی. اون لایک هم بزنید، لایک 2 تا بزنید تو صفحه لایک میشه. کردی؟ نه من اهل استان گیلانم. بنده شما کجان؟ والا 2 تا تو قفسن، یه دونه رو موندم نتونستم بگیرم، اون که بدقلقه اون مونده دیگه، به امان خدا ول کردم با قفس مونده. یا فارسی، من گیلکم. چی جان قربان. درود بر شما عزیزان. آقای اسی سلام. من خیلی فکر کنم از کامنت ها
دایه هستم از آلمان. نمیسی خوبه. دایه هستم از آلمان. خیلی خوش آمدین. مرسی. نامزدی ازدواج کردین؟ نه، من ازدواج کردم و یه دختر 5 ساله دارم. ایرانی بله. لولکه شنودی عجب تبلیغ به موقعی. ایشون تبلیغ کردن، منم کانالمو تبلیغ کردم. میگم کانال منو سابسکرایب کنید. این دختر چقدر پیراهن قشنگه. میخواد بشه. متشکرم. ارشی. آره بله. اسکای. رشتی هستم ولی ساکن لایجانم. دنبال کار میگردم اونجا کار سراغ نداری؟ نه با خدا کار ندارم دیگه. ملوک سلام، خیلی خوش آمدی. آقای میرویس سلام، متشکر. رشتی بله بله. میگن که شیمی جان قربان رسان در قربان لایکم. متشکرم عزیز دلم. مرسی. رشتی دیگه. آره رشتی. کامنت تکراری بدین حذف میشین بعدن خود یوتیوب حذف میکنه. سعی کنین کامنت تکراری ندین. سلام، چیکار میکنی؟ والا من جدول حل میکنم. دوستان جمع بشن، من سوال میپرسم، شما با هم دیگه ببینید جدول حل کنیم. خواهر مثل خودت نداری؟ نه متاسفانه، نه خواهر دارم نه. چرا کسی منو دوست نداره؟ چرا آقا کوروش؟ شما خیلی عزیز ما هستیم و متشکرم از حضورتون. هوای ایران الان چطوره؟ اینجا که هوا 2 روز گرم شده. یه مدت بارندگی بود ولی الان هوا خیلی گرم شده. سلام، فال من میگید ساکن خرم‌آباد. فال این که آیندن چطور میشه و اسم شیوا است. من به خدا فالگیر نیستم. پارتی بازی نکنید. اسم من به خدا فالگیر نیستم. هپی سلام. کریم و حیدری سلام، خیلی خوش اومدید. چرا کامنت من نمیخونیم؟ من میخونم، من همه رو میخونم. ببین تک به تک تون 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 دارم میخونم. آقای کوروش ترکی نو منم سیاکلم. بیام درستا بریم دور. من خیلی خوشحالم که همشهری هستین ولی ممنون میشم که کامنتاری بدین که مناسب زن متعهل باشه. من متعهل هستم. سلام عزیز دلم، خیلی مخلصیم. خانم مهربان دوست داشتنی، خیلی متشکرم. آقای یعقوب خیلی خوش آمدین. مرسی. از گیلان لایجان خیلی خوش آمدین. دوست نداری خارج بیای؟ نه، من ایران رو دوست دارم. درود بر شما. درود بر شما. خواستی بیا با هم جدول حل کنیم؟ منم عاشق جدولم. آره جدول آماده دارم و دوستان جمع بشن اگه دوست داشتن دیگه شروع کنیم. سلام، خوبی؟ آقای عمو حسن صابخونه فرشته، خیلی خوش اومدی. خواهش میکنم علی آقا دیگه شما نمیدونستی شاید ولی دیگه بگم که اطلاع داشته باشیم و متشکرم که حرف منو گوش دادیم. آقای اکبر سلام، حال شما؟ خیلی خوش آمدین. سلام، خوبی؟ آب و هوای شما رو دوست دارم. آره آب و هوای شما بی‌نظیر بود، الان ولی 2 روز گرم شده. سلام، من این میفته یه لحظه ببخشید. سلام من شباب هستم. خیلی خوش آمدی. مرسی از شما. شما خیلی زیبا هستی. زنده باشی. شما لطف داری شیوا جان عزیز. کاش فالگیر بودم فالتون رو میگرفتم. کریم تقی‌زاده سلام، خیلی خوش آمدید. فرزانه خانم بازی رو شروع تا 7 نفر آزاد. آقا مسعود اگه هستین کاری نداریم من شما رو ادمین کنم. رشت با لایجان فاصله نیست، 1 ساعتی راه هستش. دلم واسه ایران و هموطنان تنگ. دوست دارین کانال من سابسکرایب کنید و من ویدیو از گیلان خیلی گذاشتم. حالا هوای کویت دوست داشتین همراه من باشین ویدیوها رو ببینید. میای بریم فلسطینی محمد گنابی سلام، خیلی خوش آمدین. دلم واسه ایران هستم. بانو خیلی متشکرم. فقط آقا مسعود حالا اونایی که دیگه خیلی حرفای زشت میزنن رو سعی کنین چیز کنین، همون 24 ساعت تعلیق کنید. حالا زیاد سختگیرانه نباشین. حالا دیروز میگفتن یکی اشتباه مثل که حذف شده، شما نبودین. اونقدر دیگه سختگیری نکنیم. انشالله که دوستانم رعایت کنم. سلام فرزانه خانم گل زیبا. سلام آقای مانی، خیلی خوش اومدی. میگم فلسطین خیلی شهاب سنگ میاد. فلسطین شهاب سنگ میاد. اطلاعی ندارم. شمالی‌ها میگن خیلی زیبایی. متشکرم، شما لطف دارین. حالا من زیبا نیستم ولی کریم حیدری هر کجا میرید تا هم هستی. دست سر چی؟ متال یعنی چی؟ یعنی چی؟ چشم بانو، متشکرم آقا مسعود. زیاد سختگیری نکن چون دیروز من خیلی حذفی داشتم لایوم و بعد لایو
اصلا لایوم ذخیره نمیشد، اینقدر که حذفی داشت. حالا دلیلش این بود چی بود نمیدونم. خیلی مامان جان آروم ترسیدم. دیروز یه ذره حل کردیم، میخوام ادامه همونو بریم. البته منظورم دیروز نبود. چشمانو متوجه نشدم. آقا مسعود مرسی که ما همراهیم. نه شما دیروز نبودیم. دیروز خیلی شلوغ شده بود، یعنی شلوغ شده بود، حرفای زشت خیلی زده میشد. از اینا لطف کردن حذف کردن. حالا مثل اینکه طرفاش کنیم مثل سوختن با هم دیگه، ولی مهم نیست. امیدوارم که دوستان رعایت کنن. سلام آقا مهدی، خیلی خوش اومدین. خواهم جدولم دید داشته باشه. سلام خوبی عزیزم، متشکرم. آقای یا خانم حسینی خیلی خوش آمدین. دوستان آماده هستیم؟ امکان داره من بین ابرار سلام خیلی خوش آمدین. بین کامنت دارم جدول حل کردن، کامنتی رو نبینم، منو ببخشین. حرفای رکیک رو هایت میکنم. خب آره حرفای رکیک رو چیز کنین. منم اگه ببینم بعضی داره سوالای شخصی نمیپرسن، خودم حواسم هست اون سعی میکنم، ولی حرفای اینجوری رکیک رو به قول خودتون رو حذف کنین. همون 24 ساعت کلا حذف نشه که میگن کانال آسیب میرسونه. خیلی متشکرم از شما آقای مسعود، مرسی. سلام آقای علیرضا، خوش آمدین. آقای امیر میرزایی سلام، خیلی خوش آمدین. تاها رئیسی سلام، خوبی؟ متشکرم، شما خوب هستین؟ آقای کامنت من نمیدید بدونین از اینا حذفم کردن الکی. نه شما آقا مسعود گفتم کسی رو الکی حذف نمیشه، فقط کامنت های رکیک و زشت و زندگی خودتون بهتر میده. داداش عزیز آقا مسعود، من رشتی اصیلم و افتخار میکنم دیروز چیزی کامل نکردم. آقای فردین بود، میخواستم بیام فرزان خانم حضوری ببینم، افتخار گیلان. خیلی متشکرم آقای محمد، ولی خب اینجوری حضوری ببینم اینا رو سعی کنید چیزی که خصوصیه نگین، خواهشن. میگم من متعهد هستم و قطعا با کسی در ارتباط نخواهم بود. هر چی هست ارتباط ما همین فضای مجازی هستش و با لایو. خیلی متشکرم از تک تکتون که رعایت میکنید. هاشم سلام، خیلی خوش آمدین. چه خبر؟ سلامتی آقای مهدی محمدی. سجاد اسکری سلام، چه هستی نشون دادی. آره ما خیلی وقت میذاره، یه هفته بیشتره شما تو لایوم تشریف نیاوردین، به ما افتخار ندادین. آقای شاهین محمدی سلام، برنامه خوبی داریم. متشکرم آقای میرزایی. شاهین محمدی متشکر. معمولا چه ساعتی لایو میذارید بانه مهربان؟ شما لطف داریم. من معمولا همین ساعت یک میذارم تا حالا خسته شدیم 3 تا 4 همین حدودا. باید فقط فوش هست شه. آره فوش رو بعد چیزایی که مربوط به زندگی شخصیه یا حالا حرف شماره و دیدن و اینجور چیزا باشه مثلا خودم حذف میکنم. آره آقا مسعود نبودن. اونا هم تقصیر نداشتن. حالا من از این کرده بودم که اینجور چیزا گفته نشه، صدا که حذف نمیشه. احساس من دارم برای خودم حرف میزنم، چرا صدا بسته شد؟ منو ببخشید. دارم تونتون کامنت ها رو میخونم. آقا رسول متشکرم از شما. آقا شاهین محمدی، من اهل استان گیلان هستم، نمیدونم از کجا صدا نداریم و متحد.
صدا هست الان؟ حواسم نبود، من نبستم، شاید دستم خورده باشه، نمیدونم. الان صدا که هست؟ صدا نیست؟ صدا قطع شد؟ صدا شما قطع است؟ صدا قطع کردی؟ صدا ندارم که الان، صدا که هست. بذار برم بالا. صدا هست؟ اصلا حواسم یه لحظه پرش، آره نمیدونم دستم خورد خودش رفت، باید منو ببخشید. محمد دشتی سلام، کجایید؟ من استان گیلان. من تو چه قشنگم. آقای علی مطهری خوش آمدید. از اول صحبت کنم، من نمیدونم از کجا صحبت من نداشتیم. سلام آقای ناصر، آقا مهدی، خیلی خوش اومدین. محمد چه خبره؟ چه خبر سلامتی؟ چه خبر سلامتی دیگه، همه ادامه میدیم دیگه. دوستایم که تازه وارد شدن خیلی خوش اومدین. خواهش میکنم که کانال من سابسکرایب کنید. میخوام 1000 تایی بشم دیگه، اگه با همراهی شما، حمایت شما، اگه شما محبت کنید، میخوام امروز 1000 تایی بشم. ببینم میشه. لایک برای من بزنید، سابسکرایب کنید. من تازه واردم، شمالی ام. به به، خیلی خوش آمدید، خوش بامید. شیمی جان قربان. دوستان آدرس بدید از رسفنجان پسته بفرستم. شما متشکرم، لطف دارین، مرسی. هم که گفتین یه دنیا ارزش داره. سلام خوبی آقای ابوذر؟ مرسی. دوست دارم همیشه با شخصیت باشیم، در چه اول مهم نیست، شخصیت مهم است. دوستان عزیزم با خواهر با احترام صحبت کنید، یعنی خواهر مادر داریم. خیلی متشکرم ازتون، متشکرم. سلام، چرا لایک نمی کنید؟ لایک کنید دیگه. ماشاءالله 60 نفر تو لایو هستن ولی 20 تا لایک دارن. بعد کانالم سابسکرایب کنید، خیلی برام مهمه. ویدیوهای کانالم لطف کنید ببینید. از استان گیلان گذاشتم، ان شاءالله که خوشتون میاد. چه روسری کسی دیگه الان اهمیت نمیده، راحت باشید. من اینجوری راحتم، اونقدرم حجاب ندارم ولی همین راحتم. طرف شما گرمه، 2 روز گرم شده. اگه حرف مهمی داشته باشید بزنید، ساب میکنم. شما همین که وارد لایو من هستین به من افتخار دادین. اگر ساب نکردین بازم ازتون ممنونم، اشکال نداره. ولی من امروز دارم جدول حل میکنم. دوست داشتیم با ما باشیم و با هم دیگه سرگرمی جدول داشته باشیم. محمد تیپ مرادزاده سلام، خوش آمدی. خوش باشی، سلامت باشی. علی از اصفهان خیلی خوش اومدی. خسته شدم، نفس بکشم. درود بر شما معلم درسوز زحمتکش. معلم نیستم ولی خیلی خوش اومدین. همه بهم میگن شبیه معلم، این مداد و اینا رو دارن فکر میکنین معلمم. آقای ابوذر لایک، متشکرم. لایک باهات، لایکتون. کجا هستی؟ از استان گیلان. چقدر دوست گندمی قشنگی شما، لطف دارین. سلام خالید سلام، خیلی خوش آمدین. سلام خوبید، متشکرم. آقا کوروش نگاه، شما خودتون دارین یه چیزایی می‌نویسین که باعث میشه حذف بشین. خواهش میکنم یه چیزایی رو نگین، رعایت کنین. خودتون خواهر دارین، مادر دارین، خانواده دارین. خواهش میکنم. لایک 21 تقدیم حضور. متشکرم از شما. چرا مقبول هستی؟ مرسی. مجردی نخیر، بنده متأهلم. ساب کردم آبجی. خیلی متشکرم آقا ابوذر، مرسی. منم لایک کردم. خیلی متشکرم آقا اسماعیل. تقدیم حضور شما عزیز 23 خواهم. متشکرم. مرسی آقا رضا. سلام آقای امیر ایران. سلام. مرسی. لایک رو بزنین. کجا زندگی میکنین؟ استان گیلان. آقای جواد سلام. مجردی یا باجی؟ نه، بنده متأهلتون. عکسم باید باشه، نمیدونم عکس من هست اونجا یا نه. من مجرد نیستم، همسر دارم و یه دخترت. سلام افت جان عزیز، خیلی خوش اومدی. محمد چرا حجاب ندارد؟ حجاب دارد. فرزانه خانم عزیز دلم، افت جان خیلی خوش اومدی. سلام خانم معلم، سلام، خیلی خوش اومدی. اهل شیرازم. به به. چشم. مرسی آقا فروش، مرسی. خواهش میکنم، امیدوارم که رعایت کنن همه و بتونیم در کنار هم یه سرگرمی داشته باشیم. موضوع لایو چیه؟ جدول. فقط اون اذیت نکن، بذار یه جا بمونه من بگیرمش. یاسان سلام. شما هستید؟ خوب هستید؟ خیلی متشکر آقای یاسر. حالا دلت خوش باشه. شمی قربان، متشکر. قربونت برم افت جان. تو خوبی خوشی. کجا هستی؟ زیر آبی یا بالای آبی؟
من آمولیم. به 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 به، خیلی خوش اومدین. سلام علی آقا، سلام، مرحبا شاخی بار. خیلی متشکرم آقای متین، مرسی. چرا حجاب ندارد؟ کامنت تکراری بدین باعث میشه که حذف بشین. حواستون باشه که مسدود نشین خودتون. ربطی هم به ادمین نداره، خودتون مسدود میشید. چقدر خوشحال شدم دیدم اینجا. قربونت برم، مرسی فجا. من خیلی وقته میام جوی دوربین. رشت خانم بعضیا نمیبینن شرمنده، بعضیا نمیبینن چی رو دیگه چی بگیم. سلام آقای فرامرز نوروزی، خیلی خوش آمدین. مرسی مرسی از همراهی شما. سلام آقا جواد، حال شما خوش بامایید، خوش بامایید همشهری. اسم چیه؟ من فرزانه هستم. آقای احمد اکبری، ظهر شما هم بخیر. آقا پرش چشم، متشکر از شما. مرتضی هلجی، سلام، خوش اومدید. من اهل استان گیلان، دختر طبیعت، کنار ساحل، تازه از زیر آمدم. به 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 به، خدا قوت. امیر ایران با خنده وارد شدن، خیلی خوش آمدن. سلام ماهان، آقای ماهان خیلی خوش اومدید. چرا جواب ندادی؟ کجا هستی؟ محمد مهدی، جواب ندادم. من اهل استان گیلان هستم، خیلی خوش آمدید. شرایط ادمینی چیست؟ دوستان قدیمی ما هستن دیگه. بریم جدول حل کنیم. بفرمایید آقا رضا، خیلی خوش اومدین. حجابت رو رعایت کن. چرا حجاب ندارد؟ گیر دادن الان به حجاب. یکی میگه بده، یکی میگه بذار. اسمم بخون. آقای موهان، خیلی خوش آمدین. چند سالته؟ من 67م. بریم برای سوال شما. خیلی توجه نکن، بنده خدا مریض، عدم مریضی نمیشه کاری. بله 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 بله. سلام احسان، آقای احسان خوش اومدین. سلام، خوبی؟ متشکرم. شما خوب هستین؟ داره یا نداره؟ بله، خسته نباشید، خوشحال شدیم، متشکرم. یو اس داستان امروز هم داستان دیروز آقا جواد. امروز هم بریم جدول حل میکنیم. حالا ببینیم به کجا. حالا یه بازی جدول را بنداز دیگه، میخوایم با هم بازی کنیم. چشم چشم. کامنت ها اگه نخوندم شما ببخشید. سلام به خدمت سردار شمال، سلام و خیلی خوش آمدید. سلام، فرزانه مشتبه هستم، ترک قشقایی. سلام آقا مشتبه، خیلی خوش اومدید. الان اگه حذف کنن میگن حقوق بشر رو گذاشته زیر پاش. آره آقا مسعود، زیاده روی کردن دیگه. شما دیگه به قول قدیم حکم تیر دارید. واقعا بهترین طبیعت فکر رو لذت ببریم. مرسی مرسی آقا یاسم، متشکرم. زادی دیگه حجاب رو ننویس. آره آقا مسعود، نوشتن تکرار کردن، شما حذف کنید. سلام جونم، خوبی؟ متشکرم. شما خوب هستین؟ نیستیش اصلا؟ کمتر میخورم یا بیشتر؟ چند دانه اولاد داری؟ من یه دونه دختر دارم اینجا نشستم. مرتضی شوخی نکنه، خیال میکنن راست میگه. آشنا هستم آقای نوروزی. سلام فرزان جون، خوبی؟ سلام قربونت برم. رنا جان عزیزم، خوبی؟ مرسی آقا محمود. آقا مسعود سلام. آقای علی خیلی خوش آمدید. سلام، خوبی خانم خوشگل؟ مرسی مرسی مرسی. سلام پروانه جان، خیلی خوبی، خوش اومدی عزیز دلم. خوبی؟ خوش اومدی. پس هنده همه سرداد بیتیم. بله، شمیز قرص سرداد آماده کنید. درود بر شما. درود محمد امین، سلام، سپاسگزارم رنا جان. آقای نقیب الله سلام، خیلی خوش اومدین. چند ساله میشه که عروسی کردی؟ من 96 ازدواج کردم. این اکانده فکر پدر لایو در میارم. چی بگیم والا، چی بگوییم؟ آقای یاسر هستم از سیستان بلوچستان زاهدان. آقای یاسر خیلی خوش آمدین. اکبر رنجبر سلام از سخت‌ترین بیابان ایران. سلام و خیلی خوش آمدین. دوستان آماده هستین؟ از سوال آسون شروع میکنم. روی جدول گاز نده، خدا حفظش کنه. مشتبه هستم، متشکرم. آقای موسوی من متعهل هستم، خواهش میکنم کامنتی که بذاریم که
حذف نشین. Big همگی خوش more. اومدین دوستان گل. از کدوم کشور هستین؟ من ایران وطنم، پاره تنم، ستاره جنوب، سلام بیب بیب، خوش آمدین. امیدوارم تصویرم ناجور نباشه. خب آماده این؟ من تصویر خودم نصفه بذارم چون جدول میخوام حل کنم. امیر حسین موسوی معلم هستی؟ نه ولی معلم ها رو دوست دارم. سلام افغانی هستی؟ نه خیر من ایرانی هستم. مشتری داشتم خواستم نبود چی میگی؟ چی؟ خواستم نبود چی میگی؟ حواستون نبود. هیچی داریم جدول میخوام حل کنیم. مؤدب باشید. خیلی خیلی عشق احترام شخصی خواهم. خیلی متشکرم آقای یاسر، خیلی متشکرم. منو درود بر شما. چطوری؟ متشکرم ستاره جان، شما خوب هستین؟ بگو دیگه. چشم دارن شاکی میشن. مادرم دیگه دختر خوبی عزیزم، خانواده محترم همه متشکرم. به مادر سلام برسونین و بگی خیلی متشکرم، همه خوبن شکر خدا. انشالله که شما هم خوب باشین و سایه‌شون بالا سرتون باشه. بفرمایید خانم معلم حاضری. خبر داری اینجوری میای جلوی دوربین؟ نه منتظر شما براش بگیم. سلامت باشین آقای یاسر. چقدر اخلاقتون فرق کرده. اخلاق من چجوری فرق کرده؟ سلام. اگه متعلیه همسر بله من لایوامو نگاه کنید همسرم هم اکثرا هستش، بیرون میریم با همسرم هستم دیگه. و خواهشاً چیزایی که به شما مربوط نیست خواهشاً دخالت نکنین و اگه میخواین تو لایو باشین همراه من باشین و اینجور چیزای خصوصی رو شخصی رو خواهشاً اینقدر نگین. مرسی از تک تکتون. سلام آقای مجتبی، مرسی. سلام آقا امید، خیلی خوش اومدین، خوبین؟ متشکرم. امیر احوازی، تا رئیسی، من از بلوچستان هستم، خیلی خوش آمدین. چرا آرش نکردی؟ ستاره امیر. خب پیام بخونم بچه ما قربان شما آقا امید، خیلی خوش اومدین، مرسی که هر روز میایم و هوای ما رو داریم. سلامت باشین علی آقا، متشکرم از شما و محبت شما. فرق کرده چیزی فرق کرده. سلام آقا مسعود، حال شما؟ خیلی خوش اومدین. خیلی اخلاقتون فرق کرده، انگاری عاشق شدید. من الان چند سال عاشق شدم و عاشقانه دارم با همسرم زندگی میکنم. درک نمیکنن که شخصی نباید بپرسیم. من دیگه میرم برای سوال دیگه، شخصی هم جواب نمیدم. مرسی واقعا این خانم خیلی خوب و مهربان هست، شما لطف دارید. ان شاء الله خوشبخت باشین آقای تا رئیسی. مرسی. ایزه هستم، ستاره، خیلی خوش آمد. خب اولی سوال میگن که دیدنی در لشکر، 3 حرفیه. دیدنی در لشکر ازدواج کردیم؟ بله. مرسی آقای نوروزی، مرسی از حضور و همراهیتون، خدا نگهدار شما هم باشه. عفت جان میبینی؟ بله آقا امید. عربی نخیر. سلام ستاره، سلام نفس جان، خوش آمدید. دردم دنبال همدم مهربان هستم، انشالله که پیدا میکنید. میگید نگم لای با شما دعوا دارید؟ نه آقا کش، من دعوا ندارم با کسی، واقعا هم دعوایی نیستم، ولی بعضی وقتا بعضی سوالا اذیت میشم. چیکار میکنی؟ جدول حل میکنم. سان دیدنی در رژه میشه سان. هیچکی جواب من نداده. شما بمون با همون ادمینای اختیت. چی بگم به خدا، دارم که دستم دلخور نشه، ولی واقعا طلاهاش این چرا این میفته. ببخشید یه لحظه. ببخشید طلاهای شوهر رو بده منو. چقدر بی شخصیت. چند بچه داری؟ یه دونه. سلام. قوم کسی هست؟
دوستان من سوال بپرسم یا نه؟ همینجوری بشین حرف بزنیم. سوال نپرسم؟ ایرانی هستی؟ من افغانم. بله من ایرانی هستم. بختیاری هم بسیاری. خیلی خوش آمدید. جنگ زره دیدنی از لشکر شما داشتین جواب میدادین. معذرت میخواستم من توی حرفایی میزنم. خدایی مریض دیدم چه حرفایی دادین. زنی شما حالا یه خواهر یا خودش باشه رندگی خبر داشته باشه خلاصه این چیزا سوال نکنیم. مرسی. سان دیدنی داریم بعد سان میشه یعنی الان مینویسم سان رژه نمیشه سان کجا بود سان خب میگه تلفن خانه بذار کامنت رو رد کنم. دوستان عزیز هستم پیدا میترسم ولی آرایش نیز ذات مهم است. مرسی از تک تک شما. نه جدول نکن مامان جان جو میزنیم. نمیام شدشونه. نه دیگه منم ایران دعوت نمی بیام مسافرشان خیلی خوش میاد. سلام فروغ جان عزیز خیلی خوش اومدی عزیز دلم. مرسی از حضورت. سلام و صد تا سلام. خوش با آمدی دختر جان لکوی قربان. سلام خیلی خوش آمدی. سلام خوش خانم. سلام خوبین همگی. فرزان دیشب لایو بودن چرا نیومدی؟ شما من هر لایوتون میام بعد میزنه خصوصی. چرا لایوتون همیشه اینجوری بر من میزنه؟ من چند بار اومدم تو لایوتون ولی زد خصوصی. مامان ببخشید اگه ندیدم. مامانی من رنگ نه میز میفته ماما اذیت نکن. صندلی بذار اینجا بشین. متشکرم از تک تک شما دوستان. آیا اهل مسافرت هستی یا نه؟ شرطش باشه چرا با خانواده ما مسافرت هم میریم. موهای دستت ای خدایا. فاطین یه لحظه ببخشید. وقت بخیر خواهر خوش. سلام آقای حسین محمدی. نه اونقدر بوده ولی الان عمومیه. ببخشید آقای جعفری چشم حتما میام. اهل کجایین؟ اهل استان گیلان. جواب جدول میدین جواب من نمیدین. من برای موفق باشیم به خدا. اینقدر دیگه هم یه لحظه درگیر تو این لایف پیش اومد هم دخترم اذیت کرد منو. ببخشین آقای زکریا خیلی خوش اومدین. اگه جوابتون ندادم منو ببخشین. پایم هم داره اذیت میکنه. صورت داری خیلی متشکرم. ببخشید دوستان همگی خیلی از آقای امیره آقای آیسان اصلا کلا قاطی کردم. خیلی خوش اومدین همه دوستان. ببخشید که تک تک اسمتون رو نمیخونم. کامنت ها زیاد شد یه دفعه من موندم. خوبی متشکرم آقا جواد خیلی خوش اومدی. سلام جواد جدول حل کنیم. سلام آقای مظفری خیلی خوش اومدین. فروغ جان دوستان همگی خوش اومدین. مرسی از حضور تک تک شما. جدول فرزان اگه این بچه بذاره. خب بریم رو جدول. خب یکی دیگه تلفن خانه 1 2 3 4 5 6 7. این چیزا مردن من توی وصلت اون چی شد؟ من نمیدونم. 1 2 3 4 5 6 7 حرفیه. آقای احمدی نژاد سلام خوش آمدید. فرزان خانم جدول رو شروع کن. چشم ما از خانم بیایم چرا نمیاریش؟
دوستان خوش اومدین. سلام آقای احمد، خیلی خوش اومدین، مرسی از حضورتون. خب میگه تلفن خونه. تلفن خونه که میگم 1 2 3 4 5 6 7 حرفیه. هیچ هم در نیومده. مرحبا آقای امیرعلی، خوش آمدین. دوستان کانال منو سابسکرایب کنین، لایک هم بزنین. لایک، مرسی. مامان خانم خیلی نازی، خیلی متشکرم. سلام عرض ادب. امیر احباز بعدی بده. خب صدای آبشار 4 حرفیه. اهلا و سهلا، مرحبا، تانکیو. نمیتونم عربی. صدای آبشار 4 حرفیه، آخرش ره. فرزانه خیلی متشکرم. شمال زیباست فرزانه. بله خیلی خوش آمدید آقا مجتبی. بله زیباست. تو کانالم ویدیوهاشو گذاشتم، دوست داشتین حتما ببینید. مامان نگاه خب برو بشین بخور. شور شور. آره کیفیت کیفیت چه لحجه‌ای برام آشناه؟ ترکیه. شور 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 شور. آره میخوره، جوشم در اومده. شور شور. خب این درست. مرسی مرسی. شف مثلا یا سلام، خوش آمدین. خب حرف انتخاب 2 حرفی. ماما اذیتش نکن، بذار اینجا بشین من اینو بگیرم. اذیتش نکن. من یه لحظه. پای دوربین داره اذیت میکنه. مامان یا حرف انتخاب یا. آره شما خیلی خوشگل، شما لطف دارین، مرسی، شما هم محبت دارین به من. سلام آقای ناصر، آقای مهدی. برق رفت؟ نه برق نرفت. این پای دوربین هی شل میشه، اونو درست کردم. صدای بلبل پرنده است، عروسه. خب حرف انتخاب میشه یا. مامان 1 2 3 4 5 6 کو مادر نمیدونم، برو بگرد ببین کجا گذاشتم. یا همون چیزا نگاه کن رو تخته. نورانی 6 حرفی. زهر مال من. اهل شکر خدا. توجه نمیکنه. ساکتم امروز. فرو امروز داره بد من اذیت میکنه. شیطونه میگه لایو رو ببندم، صدا رو قطع کنم برم براش. آقای ناصر سلامتی. چند سالتونه؟ 60. چند سالتونه؟ سن مهمه واقعا. خب نورانی 6 حرفی. چقدر فرزانه زیاد شده. فرزانه خانم دوست داشتن این اسمو بچه هاشون گذاشتن. دوباره بگو. نورانی 6 حرفی. چی در نیومده؟ فرزانه نمیدونم کجاست. فرزانه جان ببخشید باید برم، خداحافظ. مجتبی خیلی خیلی خوش اومدی آقا مجتبی. خوشحال میشم کانال منو ساب کنید و همراه همیشگی من باشید. سلام آزیتا جان، خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدین. درخشان میخوره. یک لحظه بمونید، من الان میام. بگو الان میام. چی میگی تو؟ ببخشین آزیتا جان، خیلی خوش آمدی عزیزم، مرسی. درخشان میشه آقا سعیدم گفتم. ببینم
می نویسم، حالا جور در نیامد پاک میکنم. پاک کن دارم. کجا بود؟ یادم کجا بود. نورانی دونم درخشان میخوره درخشان. بعد یه چیزی در اومده برم. سلام آقای یاری، خیلی خوش اومدین. مرسی مرسی. درخشان درست زدم. درخشان رو زدم. دوستان ببخشید اگر کامنتی رو نخون. سلام مهدسه جان، خیلی خوش آمدی عزیزم. ساتی منو خسته کرد فروغ. سلام فرزانه، سلام، خیلی خوش آمدین. مرسی. آخه چرا جواب بچه رو نمیدی؟ ناراحتی که ازش نیست دارم. نه جوابش دادن که نیست. من از اول لایف کلا عادت داره میگه اینو میخوام اونو میخوام. یه چیزی رو خودش یه جا گذاشته نمیتونه پیدا کنه. من نمیدونم کجاست. مرسی مرسی مهد جان عزیز. مهد جان قربونت برم. مرسی، زنده باشی. همه دوستان لایف ببینم زگا دعوا نکو. نه یه هشدار بهش دادم. ببینید دیگه من برم رد کنم. ببخشید. آی هانیس با فرزانه. سلام آقای مهرزاد، خیلی خوش آمدین. 1 دقیقه کم 1 ساله بابا. ببخشید اگه کامنتی نخوندم. دوستان همه که خوش اومدین. کانال منو سابسکرایب کنید و هر روز لایو میذارم. الانم کلا جدول حل میکنیم. الان دارم جدول میکنم. اگه آماده باشین من سوال بپرسم و شما همراه من باشین و جواب بدین. بعدی فرزانه جان. چشم. خب ده خدا صرفی. اینو فقط نگاه تو رو خدا. سلام خوشگله. سلام خوبی؟ سلام. هلو هواریا. ماما این از اینو بیاری اینجا. برکنم. شنیدنیه. فقط نخور به پایه. علیکم سلام احمد نژاد. خب بریم. سلام. فقط بوس میخوام. خب وان. ببینیم زنه چی میگه. مرسی. خب چه ده خدا صرفی دخول میشه. سلام مامان باران، چطور؟ مرسی خوشگله. مرسی ستاره جان. این الان دوتا تو قفص این بیرون مونده. دخو میشه دخ او ببینم میزنم. کسی هم دیگه جواب نداد. خب الان که اگه دخو میشه سلام هانیون شناخته. خب جانوران رام نشده 1 2 3 4 حرفیه، آخرش شه. اگه این دخو درست باشه که اولش میشه و. سلام، من اومدم از مرتضی از بنده. سلام آقا مرتضی، خیلی خوش آمدین. نت قطع شد ببخشید عزیز دلم، اشکال نداره. جانوران رام نشده وحشی. بس وحش 4 حرفیه. وحش بزنم. وحشی درسته دیگه. من مثلا آها بعد اگه وحشی باشه یه سوال دیگه. ازدواج کردیم بله. صدای آبشار من نوشتم شرشر، یعنی اشتباهه. من صدای آبشار نوشتم شرشر. مرسی آقا احمد. مرسی. خنگه و وحشیش. پس اونو پاک کنم دیگه. شرشر رو یادشه وحشی. چی یادش در اومده؟ از صدای آبشار با این وحشی که نوشتیم 4 حرفی یه بره آخرش در اومده. چه کار من دارید بکنید؟ وحش نوشتم. اونو نوشتم. سلام مریم جان، خیلی خوش اومدی عزیز دلم. مرسی از حضور. چه عروس نازی.
بیرون مونده، الان فعلا داره اینجا میتازونه. مریم جا خیلی خوش اومدی. بعد صدای آبشار دو چهار تاییه، دوتای آخرش یه و ره. جدول حل کنان. سلام، هلو، ولکام. نه فرزانه لایک سی، مرسی. 40 مرسی. 39 دارم، مرسی مریم جان عزیز. سرسر درسته اون میشه وش نه وش. آقا اونقدر نمیشه. 1 2 4 حرف 1 2 3 4 و هوش میشه. حالا بخوام یه چیز دیگه اگه میخوایم مطمئن بشیم، خب اگه کسی اومد سمتت اذیت کنه اسم دعاشو بیار میگرخه. شما لطف دارید. مرسی آقای احمد، متشکرم از کامنت پون انرژی شما. مرسی مرسی. تختاتش جواب بده دیگه. بذارم یا نذارم؟ چی بذاریم؟ خب بگم بکنیم. یکی داره میگه حضور داشتن 4 حرفی. این وحشی که الان نوشتیم دومیشه شه. پاره شدیم و این گربه نیومد اینجا فعلا. گربه نیومده. به حافظم اینقدر کار نمیکنه. خدای حرف خارج ترکی هندی. 1 سال بگی سالو. دوستان ببخشید که اگه جواب نمیدم جاری میشه صدای جاری. اگه جاری هم بشه که اصلا کلا 2 تا جواب دادیم کلا حذف میشه. خیلی از بالاتر. پایتخت مجارستان کی بلده؟ راهوش فرزانه. چه صدای آبشار. کل جدول حل کنم. دوستان خیلی خوش اومدین. لایک رو بزنین، کانال رو سابسکرایب کنید. شف کجا میشه؟ بودایی اوه بودا میشه. چند تا حرفش هم در اومده. واسه بودا مرسی آقای محمد. 2 تا حرفش در اومده. بله آقای زکریا هم گفتم. مرسی. گربه خانگی نبود. آره فروغ نوشتم و در اومد. الان افسردگی سانی اذیتش نکن. بذار یه جا بشینه من میگم. من نظرت میخوام. افسرده انگلیسی ها دپرس میشه بکنم. اولیش ده. فریدا 500 تومن بده لایک کنید. 5 times. شما لایک کنید. حالا زور بخیر. مرسی علی آقا. زور شما هم بخیر. خیلی خوش آمدین. دپرس آره چون یه دونه دش در اومده 3 هم در اومده. متشکرم. شما خوب هستی؟ خیلی خوش اومدین. پایتخت مجارستان بوداپست اگه درست تلفظ کرده باشن. دپرس درست. موسیقی جوانان میشه اگه گفتین 2 حرفیه. جوانان چی میپسندن؟ موسیقی چه آهنگی میزنن؟ موسیقی جوانان آخرش پ. سلامت باشه علی آقا. رپ بله در اومده. و دیلم 4 حرفیه. آیه که مونده با آخرش ری. رپ. سلام همشهری گلم. سلام خیلی خوش اومدی آقا جواد. چند تا رو همراهم بپرس چون جدول میگیم به یکی. آره من دارم اینجوری میچرخم که سالا رو اهرامه. دیلم میشه اهرام میخوره. داشتم در اومد. الان میگن که ادیب آلمانی اولش ماه 3 حرفی. آره درسته نه آقای زکریا. فروغ نوشتم فروشی نیست. نه فروشی نیستش. خب مال خودمون اینجوری کسی چپ نمیدونه. دخترم میگوشه اونو. جدول حل میکنیم. بله آقا دوست داشتیم با ما همراه باشین و حل کنیم. ماخ
م و الفش در اومده، میم الفش در اومده، یه حروف مونده، یعنی ماخه. سلام آقای محمود، من جواد نیستم، جاوید. نیست یا اومدیم، به خود من اشتباه گفتم، منو ببخشید. جاوید، آقای جاوید، کار درست شما بسته علی آقا، مرسی. بس ماخه فاطمه جان، خواهش میکنم. باخ آخه م و اولش م، اهرومی که گفتین باید درست باشه دیگه، درسته؟ بس اهرم نیست. دیلم رو گفتین، اهرم اگه دارم درست سات اینجا مامان نکن. با همین برو فرمودیم زیاد مخ میزن، موسیقیدان هستش. ادیب، این ادیب آلمانی ها. می اشتباهه احتمالاً. حالا شما میگین که ادیب آلمانی چی میشه؟ آقای جبار سلام. ادیب آلمانی چی میشه؟ بگینم بنویسم. اشتباه هم بود، کار میکنم، مشکلی نداره. حالا نظر شما چیه که ادیب آلمانی چی بنویسم؟ باخ بنویسم یا ماخ؟ روحان ولفگان. آقای شایان خیلی خوش اومدیم. سلام آقا ناصر. مرسی مریم جان. سلام کمی شباهت دارید به مرجان خانم، ایشون بلاگر هست. مرسی، نمیشناسم ولی ممنون. اگه ادیب هست کاووس ادیب نوشته ولی سه حرفیه، ادیب آلمانی سه حرفی. همچنین سمد من از بالا جواب خدا اینجا دیگه زمان کشیده که زمان بیاستی درگه شده چی به خاطر سواد بالا. نه خب خواهش میکنم آقای از خواهش میکنم. باخ وگرنه اصلا معروف باخ، یعنی اگه ادیب هستم ادیب نوشته میگم آره سه حرفیه، سه حرفیه که اون اهرم که نوشتی با دیدنی لشکر گفتم سان میما صداش میگه در اومد. زهرا سوال شما همون فضای نسبت یه خانم دکتر پوست مو بود و شمالی بودین. آره من تو لایو مریم خانم بودم، آره میرم تو لایوشون هستم. شما اونجا بودین؟ ماخ بس بنویسم ماخ. مای شما میگیم مای آقا شایان. برو بعدی. سلام آقای معروف، خیلی خوش اومدین. کافکار هم هستی شابجی، چه خوب سلامت باشین. هانی جان خیلی خوش اومدی عزیزم، اسم تو خوب ندیدم، خیلی بفرمایید. چهار پایله خوبید همگی دوستان، خیلی خوش اومدی. میستر در دیده ما شما دارم خوش باشی بچه من. خیلی خوش اومدی آقا جواد، خیلی ممنون از شما، مرسی که هر وقت میای به من سر میزنه، خیلی متشکرم. صدای چیه؟ پرنده. سلامت باشی ما دختر جذاب، متشکرم آقای آرش، خیلی خوش. این قسمت که حرف ج داره بپرس، حرف ج داره نگاه کنید همون بود دیگه، دیلم نوشته بودیم اهرم دیگه اگه درست دارم تلفظ میکنم، نوشتیم اهرم که می در اومده. اون نوشته دیدنی از لشکر که سان بود که دومی شد چیز. الان که نشانه محبت 5 حرفی. خدا نگهدارتون باشه آقا جواد، مرسی از حضورتون. حالا این اگه ببینید مشخص میشه نشانه محبت 5 حرفی. اینقدر این چند روز بیکار بودم لایف مختلف چرخیده دیگه، کلی از مشترکم دیگه رو میشناسم، خیلی عالی. بدین تجربه در زندگی چی بود؟ زندگی همه تجربه است دیگه، خوب بدش. قناری داری؟ نه عروسم. خیلی افسردی. اگه حساب اسکایل کنی لاک بزنیم از این افسردگی در میام. حالا اینو بگین دوستان عزیز. آقای زکریا شما الان جدولی مشخصه نشانه محبت 5 حرفی، هیچیش هم در نیامده. این در بیاد اون ادیب آلمانی هم در میاد. 5 حرفی، 5 حرفی نشانه محبت. آقای یوسف سلام. گفت افسردگی.
مثلا چایی بذارم. نشانه محبت 5 حرفی. بودایست چی؟ بودایست سال باید نشدم چی گفتم سال بسو بگو. الان این نشانه محبت بلد نیستیم 5 حرفی. اونو الان میذاریم کنار. ماه فوتبالی. ماه فوتبالی 3 حرفی، دومی واو در اومده. معرفت. نشانه محبت نمیشه. این اگه در بیان امکان داره جوابونم در بیاد. آقای علی خیلی خوش آمد. تیر نه، ماه فوتبالی 3 حرفیه، دومیش هم واوه که امر به نشستن میشه امر به شستن که میشه شوی، همون واوشو در آورده. 3 حرفی. علاقه نمیشه. علاقه جور در میاد ولی نمیدونم. حالا ما اون ادیب اونم بمونه. علاقه رو نگه داشته علاقه رو نگه داریم. سریع ست متشکرم. آقای بروز خیلی خوش آمدید. چای کوکی ما چی شد؟ چای بذارم یه دونه. ماه فوتبالی اوت. این میخوره. اوت. این میشه اوت. نشانه محبت سومی میشه الف. وای شما چقدر سر صدا میکنید. علاقه رو گفتم. علاقه الان جور در نمیاد. ماه فوتبالی میشه اوت و علاقه اصلا جور در نمیاد. آره آقای معروف ما جدول حل میکنیم. آره ماه فوتبالی میشه اوت. درسته اونا نوشتم. حالا یکی دیگه نمیدونم اهل فیلم نگاه کردن هستین؟ یه سوال هستش میگه که دوستان که مثلا دوبار بزنید رو صفحه لایک. مرسی آقا مسئول. مرسی دوستان لایک رو بزنید، سابسکرایب کنید. نوازش این داره میفته. بزن نوازش هم میخوره. سلام خوبین؟ مرسی متشکر آقای احمد خیلی خوش آمدین. دیگه مردم بالا سرم دارن به صدای بیشتر صدای اونا میشنون. سلام آقای جلال خیلی خوش آمدی. فاطمه جان خوش آمدی. کوکی ولی ندارم شرمنده. قدرت الله سلام خیلی خوش آمدین. الان نشانه محبت نوازش هم میخوره نمیخوره؟ نوازش در میاد. اگه یه فیلم بگم بتونیم حل کنیم میشه. دادم گوگل کلمه یه جوری الان بگم بعد در اومد. داد واقعا خیلی مقبول هستی شما. لطف داریم. نمیدونم. سلام محمد ابراهیم سلام خیلی خوش آمدین. حالا دوستان دارن جواب رو میگن. فکر کنم قدری از کامنت جا مونده. نه احتمالا جا مونده. بس برم جلو. بگو هانی خواه. برو بعدی. الان نوازش رو بزنم به نظرتون؟ نزنم نه؟ نوازش اگه باشه اون ادیب آلمانی میشه مان. شیرین 5 حرفی. بعدی رو بگو. شیرین 5 حرفی اولش هم نه. هلو ولکام. شیرین 5 حرفی اولش هم نه. نوشین هلو نه نوشین میزنم ببینیم چی در میاد. نوشین. بعد الان یکی دیگه اینجا حضور داشتن نوشتن نوشین. الان زده حضور داشتن 4 حرفی 3 تای آخرش ش و د و نون، یعنی حروف اولش فقط مونده. شیریا هلو ولکام. سلام مبین ابراهیمی هستم. فعلا صرفی رو در بیار. کدوم صرفی رو در بیاریم؟ یا کن الان چند تایی که هر کدوم یه حروفش مونده. فقط بخاطر اینکه تو گذار آیا میشی یه حضور داشتن آخرش شه و ده و نه، آخرش فقط یه دونه اولش در اومده نیومده.
یکم داریم یکتایی 5 حرفی ه و د و ی و ت. سلام سرجان، خیلی خوش اومدی. فرزانه خانم یه دونه یابی بذار جلوشون از سر صدا بیفت. میدونی یه دونه بالا اینم که سرتقی نمیشه به همین راحتی گرفت. مرسی سرجان، ممنونم از حضورت. اوکی سلام سر، خوش اومدی دوستان، خوش اومدین. لایک رو بزنین، عضو کانال بشین، بعد سابسکرایب یادتون نره، میخوام 1000 تایی بشم. مرسی. بعد بریم واسه هاش تایم. خب اینم بذاریم کنار. دیگه کجا بریم؟ رقیب تام. یه سوال آسون رو از این هنگی در بیار. برای صفحه بعد. فروغ از اون آدمایی که جدول دوتا حل میکنی میری صفحه بعد این علامه بگیم. جری. آفرین. رقیب تام میشه جری. صنعتی در شهر، اولیش ج، 4 حرفی. یه سال این عروسندی رو چجوری آموزش دادیم که اینجوری دارم میخونم؟ من یه جفت دارم هر زمان کسی نیست میخونم. میدونی من یه دونه داشتم صحبت میکرد، خیلی باهاش حرف زدم، صحبت میکرد، و 2 تا دیگه هم حالا آوردم، از اون یاد گرفتم. یعنی این 2 تا رو من هیچی بهشون یاد ندادم، از اون یاد گرفتم. میخواین لئو خودم بفرستم بهتون که یاد بده به پرنده هاتون. آقای معروف سرجان خیلی خوش اومدی عزیزم. چیز نجاتی بشی فرزانه خانم، خدا رو شکر. انشالله که با حمایت شما دوستای عزیز سلامت باشی. ارادت. سلام آقا صادق، خیلی خوشم. آبجی سوال دوباره بگو. چشم. چی پرسیدم؟ صنعتی در شهر که اولش ج روشو بعدی جدا بوده نقره. اینو به حل کنی که نشد میری بعدی. تکرار کن. صنعتی در شهر که اولی ج، 4 حرفی. جوش کا 4 حرفیه. 4 حرفیه. با زبون اونا دیگه یاد گرفتم ولی اونا نه. به هم خواستی من یه دونه لئو دارم اینجا آموزش میده به برنده. 4 حرفی صنعتی در شهر که اولیش ج. من هستم کسی پشت خوشگله. مرسی. خوب که گفتین کتری رو یه چایی بذارم. شما کش بکنید من یه دونه چایی بذارم. چی میخوریم؟ بینی قشنگ داری، متشکرم. دستم ولی بهتون کامنت هم میدم. بانو چشم. بله جراح که نمیشه. بزن خیلی خوشگلی. مرسی دوستان، خیلی خوش اومدی. آقا شهرام سلام، خوش اومدی دوستان، خوش اومدی. یه چایی بزن بیاد. خب اینم چایی ما. ببینیم کجا چه تقصیر منه. سلام فرزانه. سلام الهی عزیز، خیلی خوش آمدی عزیزم. سلام آقای فاکر، خیلی خوش اومدی. مرسی از حضور شما، ممنون از همراهیتون. همه ما تا مرگ یک قدم فاصله داریم. دقیقاً. شاید کمتر. چی میخوای؟ سیب میخوری؟ ببر. برو بعدی. چشم. یک لحظه. همینجوری بخور.
ببخشین دوستان، خیلی خوش اومدین. مرسی الهه جان. دوستای عزیز، آقای صدرا سلام، خوش اومدین. مرسی آقای فاکر، خیلی خوش آمدین. سی میخوری؟ من نمیخوام، این بچه من بده میکنه، ولی من گفتم هانه خانم احمد نبودید. وای چه خوب بس آخونده هم هست. برو ببینم، برو این صدا در نگه از دورینه ببندم. بودو ماما، بودو بشه نه اما اونه اذیت نکنم، میتونم بگیرمش. خب بذار بخوابه. ببخشید جدا تموم شد؟ نه جدا تموم نشد، ولی یه قول کار بود. چه پرنده هایی، به به. مرسی، صداشون بالاه. ببخشید. جدول چشم. میخوام برم بعدی اگه خسته شدین. سلام آقای رامین، حال شما؟ خیلی خوش اومدین. بریم بعدی. سلام چه پر. سلام آقا مجید، خیلی خوش اومدید. مرسی از حضور شما. یه پنده ماشاءالله چقدر انرژی دارن. خستم. میدونی دو تا توی قفسه، یه دونه بیرونه. اون یه دونه هم بدقلق نمیشه راحت اینا گرفت. واسه همین اونا به خاطر اینم صداشون در میاد چیز کردم بره سمت اونا. خب میریم برای جدول دیگه. از بالا میریم. استوار دوم کسی از درجات نظامی اطلاعی داره؟ سلام آقای ایمان، حال شما؟ خیلی خوش آمدین. فقط جای پزشکان خالی به خدا همه هست. آقای رئیسی هم اومده. چند حرفی؟ 1 2 3 4 5 6 حرفیه و تازه شروع کردیم. سوال اوله. بانک تیزم اگه بگی میتونم تک تک کلمه هاشو در بیارم. استوار دوم کسی بلد نیست؟ گروهبان 2. گروهبان چند حرفیه؟ 1 2 3 4 5 6 7. این 6 حرفیه. وای من خسته کرد. 6 حرفیه. 6 حرفی. دوستای تازه وارد، آقای حسن رمضانی خیلی خوش اومدین. سرجوقه سرگرد نمیشه، سرجوقه میشه، یعنی چشم آقای زکریا عصبانی نشین. سرجوقه، این سرجوقه نوشتم. خب بریم سوال بعدی. اثر آنتوان چخوف، این چیزایی که تو جدول در میاد ما معمولا اینترنت میزدیم. اثر آنتوان چخوف کسی بلده؟ سرجوقه اشتباهه. آره نوشتم سوالا رو. مخفف دایه به احتمال زیاد اشتباهه. مخفف دایه. اونم دیگه جدول حل میکنه، شما جوابشو نمیدی. عروس هلندیا رو میگم. ببخشید اگه جواب ندادم. عروس هلندیا چی آقای یاسر؟ سلام آقای وحید. مادر نه، مخفف دایه 2 حرفی. 2 حرفی. دای الهه دای. سرچوخه تو سربازی علامتش 4 خط هست، پس سرچوخه نیست. این استوار دومه. آقای مبین سلام، خوش اومدین. دوستان لایک رو بزنید، کانالم سابسکرایب کنید. متشکرم از شما. دا پس آزیتا جان مرسی که هستی. دا دی دا کامنت ها باور شده. نگاه کنید. دا دی دا ریتم در آورد. الان داره به نظر تو داره میرقص. آهنگ در اومد. چند سالته؟ 50 سال. همون میشه دیگه، به درجات قدیم میشه سرجوقه. اگه سرجوقه باشه معنا این مخفف دایه باید ببینیم میخوره بهش. پرنده که دیگه بریم. زیاد خودمون درسته؟ حالا خودمون درگیر نکنیم، وقت زیاده.
اینو بگین. پرنده قطب جنوب 1 2 3 4 5 6 حرفیه. جواب ندادی؟ آقا مبین خوش اومدین، مرسی از حضورتون. چی گفتین جواب ندادم؟ منو ببخشید. ببینین کامنت یا خوبی عشقم، مرسی متشکرم از شما. کامنت یه دفعه میاد سرگرد نه سرگورد. کتاب آنتوان چخوف چند حرفیه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 حرفیه. کجا میشینی؟ من اهل گیلان هستم. پنگوین پنگوان به نظرم باید همین باشه. حالا ببینیم. پنگوان، پلیکان، آقای نعمتی پلیکان. نمیدونم الان تو زبان نوری فکر میکنن به مادر میگن دی. پنگوان پنگوانه یعنی الان اینو در بیاریم. حالا خب چی رو ازتون پرسیدم یادم رفت. محمود احمدی نژاد. اینا آقایون میرن بلدن. الان فکرم خانم فرقی هم نمیکنه. استوار دوم آجودان این فکر کنم بخورن. آقای فاکر گفتن به نظرم این میخورن چون بعد به دایه میخوره. اینو پاک کنم. به نظرم این درست باشه که آقای فاکر گفتن. خب حالا مخفف دایه اولش د در اومده. برم جلو دژبان. آره آقای فاکر فکر کنم درست باشه. فرزانه سلام، حالت خوبه؟ نازی جون خوبی؟ آره درسته. بعد الان مخفف دایه د در اومده، دا میشه دیگه. نه یه داده. خوبی نازی؟ مقاله که فدات شم. قربونت برم نازی گلم، تو خوبی؟ مرسی از حضورت عزیزم. دا پس اگه دا میشه پیرایه‌ای در دست. اینا اینجا بمونه. چیه؟ ینگ دنیایی، پنگه دنیایی. این چی هست؟ یه خودش پاک شده. خب کتاب های اتوان چخوف رو گفتم چک کن. چی چک کنم؟ الان این اولش ج در اومده. این اثر آنتوان چخوف اولش چه در اومده؟ ج در اومده. عزیز دلی نازی جون. جوادی سلام، حال شما؟ علی سلام، خوش آمدین. ممنون. شده قدام میشی. دوستان لایک رو بزنین، کانالم سابسکرایب کنین. مرسی از تک تک شما، متشکرم ازتون. آقای میلاد عزیزم خیلی چت با نمه که خیلی شما لطف داری. مرسی. نازی گلزارم. اگه سوال میدین جدول جمع کنیم بهتر نیست اینجا بچه ها جواب مونده نه. اگه سلام میدونی نه دیگه. کلا خب همه کامنت ها رو هیچ لایو گذاری همه کامنت ها رو نمیخونه، یعنی نمیرسه که بخونه. حالا بعضی ها جان من شاید بزرگی خودتون ببخشید. ببخشید الان لایک کردم. مرسی آقا میلاد، من لایک کردم. مرسی آقای نعمتی چون محمود دوست داره. آره حالا من از آتش شاهانی کسی که سلام پریسا جون، خوبی عزیزم؟ بعدی چشم. اسم صرفی جوجه اردک زشت. اسم صرفی لایک 51. مرسی پریسا جان. مرساد سلام، خیلی خوش آمدین. فدایت پریسا جان، خسته شده از پس جواب دادیم. میبینید خب کامنت زیاده. شما بزرگواری خودتون ببخشید. نام بله نام. اینم نام. الان این نام نوشتیم. یه سوال میتونیم در بیاریم. درجات 5 حرفی اولش میم. کن شدم چرا؟
دوستان همگی خوش اومدین. فرزاد سلام، خیلی خوش آمدین. آقای فرزاد نمایشگاه چخوف رو خوندید، یه داستانش رو بخونید دیگه، آدم سابق نمیشه، اونقدر بده روی آدم تاثیر میذاره. مندرج، درجات مندرج. سلام، من شریف فالگیرام. حالا چند وقت الان میگم فال میگیری، از این علامات رو اینجا بزنم؟ نه عزیز دلم، ما اینجا جدول حل میکنیم و خیلی خوش آمدی فریبا جان. مرتبه مانده به نظرم مانچه اولش م، درجات 5 حرفی اولش میم. بده بنویسیم. آره درسته. من مندرج. بله مندرج. سلامتی پریسا جون، تو خوبی؟ بهتر شدی؟ جاوید خواهد برد ببخشید معذرت میخوام. آقای جاوید سوال بعدی رو بگو. این مندرج درسته به نظرتون دیگه؟ درسته؟ مغرور خوبی؟ جدول حوصله داریم؟ آره من خیلی عاشق جدولم. سلام آقای حسین. بعدی چشم. مایه رفع، این آسون بگم، مایه رفع آتش. دوستان خوش اومدین، لایک رو بزنین، صفحه رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. سلام، فالو کنید. تازه سلام، خیلی خوش آمدین. من شما رو فکر کنم دارم. خیلی خوش اومدین، لایک رو بزنید. آب، بله میگم راست. بله آب، بله. مایع رفع تشنگی آب. درجات درجات اولش آ در اومده، آخرش ب. آب دوستان منو فالو کنین. دوستان اگه دوست داشتین فالو کنین، من ایشونو دارم. مراتبم هست. مراتب یعنی مراتبم میشه درجات، مراتب میخوره. آخرش ب، اولش م. اولش نه، درجات اولش میم، آخرش ب. 5 حرفی. اکبر شاه سلام، خیلی خوش آمدین. خانم رشتی متشکرم، شما خوب هستین، خیلی خوش آمدین. جوکر سلام، خیلی خوش آمدین. ایران سلام، بفرمایید تا پاسخ بدن. بسیار عالی، خیلی خوش اومدین. مرسی از لایکتون. لایک 52. مراتب درست داره به نظر من، درسته. گلزار سلام، دیروز هم عالی جواب دادم. بله من یادم هست، خیلی خوش آمدین. درجات مراتب، بله دیگه به نظر همه دارن همین رو میگن، درسته. مراتب. الان نگهبانی 4 حرفی. مدارج نه نمیشه، آخرش ب بود و اولش می. سلامت باشین آقای میرزایی. نازی اجازه هست دورت بگردم، دارن مخ میزنن. راحت باشین. سلام آقای اکبر، خوش اومدی. مراتب نوشتم. صدای خوبی دارین، متشکر. نگهبان 4 حرفی، سومی الف در اومده. نگهبان. من خدای جدل کردم. خب خیلی عالی، چطورید؟ متشکرم، شما خوب هستین؟ خیلی خوش آمدین. لایک رو بزنین، کانال رو سابسکرایب کنین لطفاً و همراه همیشگی من باشین. چی نوشتین؟ یه تاق میخوره. مراقب نمی 4 حرفی، سومی الف. پتاق میشه نگهبان. بنویسم میخوره. یه تاق کمتری. الان میخوایم که مطمئن شیم این درسته.
فرزانه من حوصله ندارم جدول کنم، فقط نگاه میکنم. همین که حضور داری باعث افتخار منه پریسا جان، خیلی ازت متشکرم. میدونم حال ندارم هستی. مرسی ازت. جواب همون میگم که هارس نمیشه. هارس نه. حالا یه سوال دیگه میگم ببینم این درسته یا نه. این پای منو کشت. یه سوال دیگه میپرسم. محافظ نه خیلی زیاد میشه. 4 حرفیه. مرسی مرسی. میگه کمترین اندازه که اگه این نگهبان یه تاق چی به آخرش قدر میاد، این کمترین اندازه دومیش ق. 3 حرفه. کمترین اندازه 3 حرفی دومیش ق. عقل، عاقل، کشی. نه 3 حرفیه. آقل تلفظش رو کنم اشتباهه، ولی همونی که شما میگه فکر کنم درسته. می‌نویسم. یس. نقل. کمترین اندازه. یاس. کمترین اندازه یعنی عقلیت. نقل دسته از مساقه میاد. یعنی در هر صورت به نظرتون ل درسته دیگه، درسته؟ پاس. کمترین اندازه. سلام، خیلی خوش آمدین. لایک رو بزنین و سابسکرایب کنید. یه سوال دیگه میپرسم. سقل درست، نقل. الان اینه رو بنویسم. کلا هر دوتا جواب آخرش ل. این بمونه. 3 واقعه بله. بله این بمونه. اشتباه تایپی بود. اشتباه لفظی هم بود. درسته از مسقال میاد. آها میگم به هر حال من پاک کن دارم پاک میکنم. هر کدوم که اشتباه بود حالا می‌نویسیم دیگه. امتحان نیست که. کمترین اندازه میشه. الان مشخص میشه. جذابیت و تاثیر. 3 6 حرفی. کی میدونه؟ جذابیت و تاثیر 6 حرفی که سومیش هم ر در اومده. از درجات استفاده کردیم. اگر این اندازه ثقل درست باشه که 4میش 3. حناق هم میشه. ترشی بلند، ترشی انبه، ترشی الو پیاز بلده. مثلا ترشی پیاز درست نکردم. پرستیش. بعض مدراج اشتباهه. نمیخوره. میخوره یعنی ربایی، دلربایی. 6 حرفیه. زیبایی. خیلی چیزا داره. بس بهتره که از این بگذاریم. آها الان اون درست میشه. زده از مرکبات. این پای منو خسته کرد. این جوابش شاید جواب قبلی اشتباه بوده. الان اونم اوکی میکنیم. و اینو بذارید من یه چیز کنم. میگه از مرکبات 1 2 3 4 5 6 حرفی دومیش نه. به نظر نارنگی باشه. درسته؟ زینب جان سلام، خیلی خوش آمدی. مرسی از حضورت. حکم چیه؟ داریم با من نیستی. از مرکبات دومی الف در اومده، آخری یه، سومی هم نه. به نظر نارنگیه. نظر آناناس نه. از سلام آقای امیر خوش آمدین. سلام. این فایل اذیت میکنه.
ببخشید. نارنگی آره چندمی نداره، چهارمی نداره، دومی هم آ داره. بسیار عالی، متشکرم، سلامت باشین. مرسی از شما. مرسی زینب جان، متشکرم ازت عزیزم. خیانت شده داداش به. خب زون نارنگی بنویسم، نارنگی. این اوکی شد. خب نارنگی به نظرم درسته دیگه، به نظر شما که درست هست. چهارمی نداشت، آخری یه. این نارنگی باشه جذابیت و آنها درست نیست، پس نارنگی کی بهت خیلی خب. بعد جذابیت و تاثیر اولش گ داره. سلام آقای حسین، خوش اومدین. جذابیت و تاثیر اولش گ داره. گیروبی. خب بس آره، الان یه چیزی هم حل شد. گیروبایی اگه دارم درست میکنم رایی. اون کمتری اندازه آقل یا تلفظم درست باشه این بود، الف داشت. می‌خواستی دورش بگردی. رضا جعفری سلام، خیلی خوش آمدین. آقای عباس خوش آمدین. گیلاس نازی رو خواب. آره آفرین، اون درست بود. تلفظ من الان چی رو؟ یه لحظه کو باز من انداخته گردنش. من چجونه بگیرم؟ خودش باید در بیاره دیگه، الله ولش کن. درست شد. اسم خودت چیه؟ خب این درست شد. خب خیلی قشنگ در اومده. ساعت ازی داشتن که بذار همونجا بمونه من بیام بگیرمش. بعد این اثر آنتوان چخوف هم خیلی حروفاش در اومده. کاش برسیم چی هست. جناب زکریا آرامش خودتون رو حفظ کنید. چی شده آقای زکریا؟ چی شده؟ کامنتی نخوندم، اگه نخوندم عذر منو پذیرا باشید. لابی مولم. چی شد؟ کنین 2 تا قلب بذارین. آقای زکریا چی شد؟ من متوجه نشدم. من که جواب میدم جواب نمیدیم، میخودی موندم. ببخشید اگه من متوجه نشدم عذر منو پذیرا باشید. شرمنده شما. من برم پیداش کنم. بله شما هم درست گفتین. میگم جدول دیگه باید از هر نظر بچرخید تا بتونیم جواب درست رو در بیاریم. بخوش جواب در اومد. آقای زکریا اگه من جواب شما رو نخوندم منو ببخشید. من میگم که هم بچه هم پرنده ها هم اینجا خلاصه ببخشید، دروغ ندارم اون که هیچی. سال بعدی رو بخونم. سلام فرناز جان، حال شما؟ خیلی خوش آمدید. شامی 4 حرفی، دومی ت، سومی لامه، چهارمیش در نیامده، یعنی اول آخرش در نیامده. شامی. کتلت. موافقین؟ ساعتی نکن مامان، نکن میترسونیش. کتلت آره. دمتون گرم. بانو 2 تا قلب یادتون یاد. مرسی. آره به خدا کامنت ها زیاد میشه، یه دفعه من متوجه نمیشم، وگرنه نه قصدی دارم نه غرضی دارم. بعد منو ببخشین که جوابی رو نمیدم. کتلت شامی میشه کتلت. علیرضا صادقی سلام، متشکرم، خوش اومدید از بابرسر و خیلی هم عالی، خیلی خوش آمدید. من آخه هرچی جواب میدم نگاه به خدا نه آقای زکریا، واقعا من همچین قصدی ندارم بگم جواب کسی رو نمیدم، نه به خدا نه. من میگم که یه ذره شلوغ اینجا، هم پرنده یه دونه بیرون داره اذیت میکنه. خب بچه هم که اگه بچه داشته باشین متوجه میشین واقعا اذیت میکنم موقع لایو. سلام آقای مصطفی، خیلی خوش آمدی. سلام آقای رضا، خوش آمدی. ای کتو نار خوردم. سلام آقا محسن از دبی، خیلی خوش آمد. ببخشید آبجی یه سوال دارم بپرسم، اگه خصوصی نباشه خواهش میکنم
جناب زکریا پوزش. بله خواهر حالش. سلام هلو. چیه سیراجی دوست خیلی خوبه، من خیلی خوش آمدین. هلو ولکام. آقای حسن یار سلام حال شما. محمد سلام عزیزی. بازم ازتون عذرخواهی میکنم آقای زکریا، واقعا قصد ناراحتی کسی رو ندارم و از امن نیست که کامنتی رو نمیخونم، یا کامنت ها با هم میاد یا بچه اذیت میکنه یا پرنده بیرونه، باید منو ببخشین. بازم سلامت باشین. آقای داریوش سلام. نظام الدین سلام، خیلی ممنون شما خوبین. سلامت باشین. آقا مصطفی خوبه که صدای قشنگی از پرنده هست، معجزه طبیعی واقعا خیلی زیباست، ولی خب تو لایو بعضی حوصله ندارم، سعی میکنم اونا رو دور کنم بعدن تو قفس نگه دارم. برو جدول آبجی جان. چشم. بخش کیانی حقیقت داره. نه بعدی آزیتا جان مرسی عزیز دلم که هستی. فروغ جان مرسی. دوستان همگی متشکرم. ما زندانیان مهمون نواز هستیم در حال. خیلی متشکرم آقای علیرضا، متشکرم. دیروزم تو لایو فکر کنم بودین، خیلی خیلی خوش اومدین. دوستان صفحه رو لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. خیلی متشکرم. میریم برای بعدی. نمیدونم خب روی سوارایی بگم بد و زشت سه حرفی، یا اینو بگم شاید در نه مخفف نگاه سه حرفی. قربونت برم فروغ، تو عزیز دلی، مرسی که هستی. آقای تتلو خیلی خوش آمدید. تتلو فقط نوشتیم. خیلی خوش آمدید. از اسرائیل هستن. شما برنده دارید. نگه از آن که یعنی واقعیت خارجی نداره، متأسفانه شیوهی شده برای سرکیسه کردن آدم ها. نگه و همون به نظر من نگه باشه. هلو ولکام. زیر یا مخفف نگاه میشه سه حرفی. دوستان میگن نگه. از کدام شهرستان هستیم؟ استان گیلان. نگر یا نگر باید باشه چون سه حرفیه. نگه هم میشه. کدوم به نظرتون درسته؟ یا نگه؟ ابری زبان فقط اسرائیل. نگه. آقای زکریا سلام، خوب هستی؟ سلام متشکرم، خیلی خوش آمدین. گفتم نگه. آره شما گفتین. اینا همه هم میگن نگه. پس نگه. دوستان اگه جوابی رو نمیخونم میخونم میبینم، سعی میکنم اکثریت رو ببینم، اصلا دلخور نشید از من، خواهش میکنم. دید نه آزیتا جان، چون خود نگاه مخفف اونو گفتن مثلا. بعدش خب الان مخفف هم و او سه حرفی، اولش ه داره. سلام خوبی؟ متشکرم. اسم پرده شما چیه؟ سلامت باشین. شما خسته نباشین آقای عباس. مخفف هم و او همون. آقای زکریا، آقای داریوش، آقای حسن رمضانی. همون میشه دیگه اکثریان گفتن. خب الان تبا کننده 4 حرفی میم در اومده. آره نوشتم. آره همون. دوستان تازه باید لطفا رعایت کنیم. کاش رعایت میکنیم. ما از رشت و انزلی لاجان دیدن کردیم. بسیار عالی و خیلی خوش آمدیم. سلام آقای فردین، خیلی خوش آمدیم. مرسی از حضور شما. نگر به کلمه امری هست. نگه گفتم. ما نوشتیم نگه و مخفف همو هم شده همو، جور در اومد. مرسی آقای فردین و خیلی خوش آمدید. الان تبا کننده اولش میم 4 حرفی. تبا کننده اولی میم. میتونی بلند شی. مثلا بلند شدن من چه حالی برای شما داره؟ خواهش میکنم چیزهای واقعا چی آدم بگه نپرسین. میتونی حذف میکنم شما رو. آقای اشکان سلام، خوش آمدید. نگه نوشتم. نوشتم آقا مجید. منسوخ نه 4 حرفیه. آقای زکریا 4 حرفیه. مخرب تبا کننده مخرب هم میشه. آره مخرب فرزانه
خوش اومدین، خیلی خوش آمدین. چی بگم به خدا، منسوخ میشه نسخ کنه، پس همون مخربه. اینجا الان کتاب سخت شد ماشاءالله. آبی سوال میپرسه. آره دیگه ما کارمون جدله. سلام آقای حسن حسنزاده، خیلی خوش آمدی. مخرب درسته؟ بله مینویسیم. سلام خدایا پرچم بالا. مخرب. الان ما این تهران مگه یلاق داره؟ زدن یلاق تهران 3 حرفی. مفسد هم میشه. مفسد چند حرفیه؟ 4 حرفیه. حالا ببینیم یلاق تهران اگه بدونی اینم درست میشه. من متوجه 4 حرف نشدم. اشکال نداره. فرزان جون منم فقط اسممو نگو. خوش آمدی. از کامنتت مشخصه کی هستی. فشمه. خود تو تهرانی میدونی نه؟ تهران فشم آقای بس این مخرب اشتباهه. فشم. آره همون. آقا مجید شما فکر کنم از کامنت ها عقبین. شما از لایف خارج شین و دوباره بیاین داخل لایف. فکر کنم براتون دیر میاد. آقا مجید غزل گلزار خیلی خوش آمدین. نه عزیز دل من روانشناس نیستم، داریم جدول حل میکنیم. فش بس اینو پاک کنم. مخرب بس اشتباهه، این که مش در اومده بود اول. بس فشم دیگه درسته. از اونجا آچار نمیدی. فشم. میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیز کنی؟ حمایت کنی؟ تلفظش فشم بعد درسته. شلام حضرت خانم به آقا فردیم. آقا فردیم حواسم نبود. آقا فردیم کجا هستن؟ سلام من خوراک جدولم خیلی عالی. بعد همون مفسد درسته از آقا گفتن. بله با اون حرف زدنش. خیر باشه گذار. دارم بهت آچار میدم، برو حمایت کن. بیا دم در بهت ازت میگیرم. بعدش کسی رو حذف نکنی. آقا فردی آچار داری، فقط در نیستم حل کنم. من سوال میپرسم شما بگید من می‌نویسم دیگه. خب اینم درست شد. خب این شد. این شه. آقای سجاد جعفری نیا سلام خوشم. چشم خوشگل عزیزی دلی. گفت شیلان بر همه. سلام نیکا جان خیلی خوش آمدی. میگه شهر استان چه خوندم؟ شهر استان خوزستان 5 حرفیه متن. شهر استان خوزستان 5 حرفی که دومی و سومی ش. خب اشکال نداره. پرنده کو ازش تکم بمونه من بگیرم. منی که ثابت دارم این هم میام لایو یا آچار نمیدی حمایت کنم. کی میخوای حمایت کنی؟ به خدا نمیخواد زیاد آچار دست کسی بدم، ولی اگه میخواین حمایت کنی کسی رو میترسم حذف نکنی. شوشتر میخوره. شما اهل خوزستانین؟ شیراز؟ نه میگه که شهر استان خوزستان. دوباره شهر استان خوزستان. آره چه کار داری ساتین؟ خب بریم کی میخواین حمایت کنین بیان و من آچار ازتون بگیرم، چون آچار نمیخوام کسی داشته باشه. شما هم دیدم چند جا، حالا بهتون اطمینان میکنم آچار رو بیدم. بریم حمایت کنین بیان. سلام صفورا جان خیلی خوش اومدی عزیزم. دماغتون قشنگ تو ماجا. سلام خوش آمدی. عمل کردی؟ نخیر عمل کردی اینجوری. خیلی خوش اومدی دوستان. لایک و سابیات فراموش نشه. سلامتی بچه ها احواز خوزستان. اون به نظرتون همون بود؟ درست شد. آره آقا مجید آره شما با تأخیر کامنت ها رو میخوندین واسه همین دیر جواب میدادین. شوشتر
الان یا شوشتر میخوره. مامان مادرزادی آره. شوشتر میخوره. شوش دیگه چی میخوای ساتین جان؟ سلام آقا سلیا. سلام آقا پارسا، خیلی خوش آمدید. سلام آقا حمید، خیلی خوش آمدید. یک لحظه الان میام. چی میخوای؟ من بعد با شما کار دارم. دلبر درگیر با اون. دوستان ببخشید منو ببخشید، قربونت برم. صفا جان خیلی خوش آمدی. آقا حمید خوش آمدین. آقا پارسا خوش آمدین. مرسی فرزانه، خواهش میکنم. آقای گلزار شما تشریف ببرین حمایتتون رو بکنین. بیاید من آچار ازتون بگیرم. شوشتر درسته آره. من لایک کردم شما رو، خیلی متشکر. همدان یه اهواز مشکل نداره، شما راحت باشید، مشکل نداره. خیلی ببخشید بچه هست امروز هم خیلی از من کار میکشه. همدان یه اهواز هر دوش قشنگه. فرزانه خون کسی که خوراک جلب کامنت ها رو میخونه زدال میخوره. چرا؟ چی شده؟ خوبی داداش. سلام آقا متین، خیلی خوش آمدین. خیلی خوش اومدین تو نره گلزار با من بودی. من ساعت خصوصی نبوده من رد کنم چون خیلی از کامنت ها عقبم، بعد کلا وقت گرفته میشه. موضوع لایو چیه آقا حمید؟ ما جدول حل میکنیم. سلام فرزان جان، سلام، خیلی خوش اومدین جان. منم ولی اسممو نگو. دوستان همگی خیلی خوش اومدین. مرسی از حضور تک تکتون و دوستایی که بهشون آچار دادم هیچ کاری انجام نمیدی، فقط منو همراهی کنین تا میتونین بگین لایک و سابسکرایب اینا انجام بدن، یادآوری کنین، ممنون میشم. مرسی. سلام پری خانم، خیلی خوش آمدین. سلام آقا ناصر نفس، خیلی خوش آمدی. سوال بعدی چشم. پری جان خیلی خوش اومدی. میدونم دورت بگردم. خوبی عشقم؟ چطوری؟ چرا مخفی شدی گل؟ با اون طرفی؟ من سلام کردم آقای امیرحسین، خیلی خوش آمدین. ممنون از حضورتون. ببخشید یه لحظه بچه صدا کرد و من رفتم. قربان شما پری جان، خیلی به من افتخار دادین و خوش آمدین. خب یه سوال بعدی. نصف خروار 3 حرفی اولش ت. اسمت چیه؟ من فرزانه هستم. الهام جان من فرزانه هستم و خیلی خوش آمدین. سعید جعفری ها خوش آمدین. امیر حسین اکبری خوش آمدین. سلام. همینی چشم خوشگل. عروس هلندی دارم. بله یکی هم درگیر موبند انداخته گردنش، حیوان نمیتون در بیاره. در آورده ساتین؟ یه مامان نمیتونم بگیرم از این. برو مامان تو برو، من ببینم یه دفعه بگیرمش. آقای امیرحسین فرزانه بله. سلام علیکم پری خانم. نشون میدی. سلام سنم جان، خیلی خوش آمدی. دوستان همگی خوش اومدی. لایک رو بزنید. خیلی هم خوب. بنده اطلاعات عمومی دیپلم قدیمه. خیلی عالیه. خب دوستان همگی خوش اومدین. بعدش اونایی که آچار دارن نرین من آچارشون رو بگیرم. خب گفتم که چی پرسیدم یادم رفت. سنگ کوچک 3 حرفی آخرش گ. سنم لایک کنید. صفرا جان خیلی خوش اومدید عزیز دلم. ببخش من همون لحظه ساتین صدا کرد رفتم. مرسی آقا امید، مرسی. ریگ آره سنگ کوچک پری خانم میگن ریگ آقای زکریا. چشم شما عصبانی نشین. ریگ درسته، آخرش هم گ در اومده. درسته آره فروغ جان. الان نصف خروار اولی ت آخری یه، یعنی وسطش مونده صرفی نشونی نزدن است. بله نصف خروار 3 حرفی اولی ت آخرش یه وسط مونده.
دوستان لایک رو بزنین، سابسکرایب کنین. آقای یوسف سلام، خوش آمدید. سنم ریک، آره اون درست بود. آقا حسن اون درست بود. بعدش الان یه سوال دیگه، نصف خروار چیه؟ تای فرزان جو، من اومدم لایک کنم برم، اومدم یادت مادرم قشنگ قربونت برم، مواظب خودت و مامانت باش، انشالله که تنش سلامت بشه و مرسی که اومدی مهربون، ممنونم ازت. لایک کردم، مرسی سنم جان، مرسی، خواهش میکنم. عزیز دلی، صفورای عزیز، روبش غلط نیست. الان حاج آقا گفتن تنی اینم میشه. آقا مجید ریگو مال سنگ کوچکه، اون درست حل کردیم. سنگ تازه من دوباره بزنیم. مرسی عزیز دل، جذاب، رفیق مخفی، موضوع خودت. الان از تای درسته یه تنی، هر دوتا میشه. الان اگه اونو میخوام حل کنیم یا کنیم بد و زشت، 3 حرفیه. اگه تای باشه اولش الفه، اگه تنی باشه که دومش نه. بد و زشت 3 حرفی، خودش دومیش نش در اومده. مامان نکن. بیب بیب سلام، روزتم خوش، قربون تو صبور جان، خیلی منم خوشحال شدم، مرسی عزیز دلم. چیپ، بعد و زشت میشه چیپ. بعدن جور در نمیاد پری خانم، دو حرف دومش نه. بعد و زشت دومی نه. سلام عرض کردیم صفورا خانم. صفورا مامانش عمل قلب انجام دادم، میگه مهمون دارم و داره میره. ننگ میشه بد و زشت، ننگ، آره اینم میشه آقا محمد، اینم میشه. مگه باران نبود باشم؟ خب بد و زشت شد. گند، ننگم میشه، گندم میشه. به نظرتون کدوم بیشتر میخوره؟ اگه ننگ باشه به نظرم ننگه. نصف خروار بعدم میشه تنی که گفتین چی بود، تلفظ رو نمیتونم خوب بگم. گند باشه میشه تگی اصلا نمیخوره. نصف خروار هیچ کدوم اینو نگفتن. قربونت برم صفور جان، خدا نگهدار. تونی نگاه کن، بد و زشت 3 حرفیه. سلام جواب میدی، خیلی خوش آمدین. سلام، جواب سلام واجبه. دوستان همگی سلام و مرسی از حضور تک تکتون. تای نصف خروار میشه تای. بعدن بد و زشت اولش الف در میاد آقای فاکر. ننگ، به نظر من همون ننگ میخوره، مینویسیم ننگ همون نصف خروارم میشه تنی اگه تلفظم درست میشه. نهار میدی بیا مهمونی، من چای تازه گذاشتم دم اومده، دوست داشتین بفرمایید چای. درسته، تنی هست 1000 کیلو تن. خب از همون درسته. خب بعد میریم سوال بعدی. آسانی 3 حرفی آخرش گه. فرزانه خوشگلی، قربونتو برم عزیزم، چشم قشنگ. سلام فروغ جان، خوبی؟ آقا فردین، آقا فردین سینگل بلاک شد. آقا فردین همین الان اومده. فروغ جان 3 حرفی، ستاره نگاه کنین. آسانی 3 حرفی آخرش گه. آها باشه آقا امید، باشه. بعدی آقا مجید کدوم اینا خوندم براتون اومد؟ حسون کامنت های من صدای من دیر داریم. میگه آسانی 3 حرفی آخرش گه. الان این اگه بریم بعدی میشه خوب و خوش 3 حرفی. بعدی محترم با شما هستم. بله بعدی میشه جاوید شاه. سلام آقا سلام آقای وحید کارگر، سلام و خیلی خوش اومدین. نیک، خوب و خوش نیک. آسانی باید ساعت خانم فرزانه، حالا دعوت کردیم بیام چایی بخوریم، بفرمایید. 3 حرفی 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 3
نیک. آقای حسن رمضانی میگه که خوب و خوش میشه نیک، میخوره. نمیدونم دوستان، یک لحظه، این دختر من امروز اذیت داره میکنه، ببخشید. دیگه چی صافی؟ نه این مال پایه چیزه. چی میخواد ببینم برم خواهد؟ در آوردیم. آفرین. خب ببخشید. میگم اسم شما چیه؟ دوست دارم 300 دوستان خیلی خوش آمد. ببخشید خوب و خوش نیک میشه، نیکویی هم میشه. من نیک نوشتم. سلامت باشین از شما آقا وحید. نزدیش؟ نه نزدمش. هشدار میدم ولی جدی نمیگیره هشدار منو. نیک میشه، نوشتم نیک گه نوشتم. کش کنم. سلام آقای آرمین، خیلی خوش آمدید. این میشه نیک. تا چه ساعتی لایو داره فرزانه؟ ساعت چنده؟ 3. من معلومت 4 هم طول میکشه. برو تو کار داری، به کارت برس عزیز دلم. برو، من مزاحم نمیشم. این خوشگلی اسم نداره. آیت الله گربه شرف، سلام و عرض ادب برای شما. متشکرم آقای گربه شرف و خیلی خوش آمدید. آقای علی سلام. عبدالله یوسفی سلام. جی گلستانی خوبی؟ مرسی آقای عبدالله، خیلی خوش آمدید. لینک حمایت نداری؟ نه من هنوز به درآمد نرسیدم متاسفم. من برم باشه قربونت برم. برو به کار فروغ جان. مرسی که اومدیم. پس شما فرزانه خانمید؟ بله قربون فروغ جان، خدا نگهدار. سلام و درود از خواهرام برادرم. کیا میگن سمن و گردونم؟ کیا میگن 405 و سمن به تولید برگردونم؟ ماشین زیاد جالبی نیست. آقای بهروزی سلام و خیلی خوش آمدی. آقای آرمین درآمد فرصت دکتر مهندس خیلی بیشتره. بله چی؟ قاچار این بچه رو بردار. خب واسه خب گلزار برداشتن عنوانه دوستان. برداشتم. بعدش اون عزیزی که چشم داره آشار شما رو میخوام بردارم که دیگه دیگران گله نکنن. چی بس بشه؟ در مورد جدوله. سلام آقای جواد. سلام جواد. علی جان سلام، خوش اومدین. بذار کامنت ها رو بخونم. خیلی عقب موندم، من ناراحت میشن که چرا من کامنت نخوندم. میشه ازتون حمایت مالی کرد؟ نه متاسفانه من هنوز به درآمد نرسیدم. پس چجوری باید پول بزنیم؟ هم که کانال منو سابسکرایب کنید و ویدیوهامو ببینید و الان لایک رو بزنید. اینو حمایت برای من. اگه واقعا میخواین از من حمایت کنین ویدیوهامو ببینید، بعد کانال من حتما سابسکرایب کنید و ویدیوهامو ببینید. این بهترین حمایتی که در حال حاضر میشه برای من انجام بدین. سلام آقا هادی، خیلی خوش آمدی. امیرعلی چرا بی‌احترامی میکنی؟ امیر محمد آخه بخاطر اینکه درآمد نرسیدن. اصالتی کجای؟ اهل استان گیلان. خیلی عقبم، دقت کنم. خوش اومدین دوستان همگی خوش اومدین. آفرین بر شما، آفرین. سلامت باشین. دوستایی که گفتن دونت بزنن، همین بهترین حمایت برای من الان نگاه کردن ویدیوهامه، هم برای واشتم هم برای دیده شدن ویدیوهام. سلام MH، اسمتون میگه عزیزم؟ من فرزانه هستم. خیلی خوش آمدید. سلام بر شمالی عزیزم، قربونت برم. مرسی مهمانای عزیز.
تازه واردات دوستای جدید ما لایک رو بزنین، سابسکرایب کنین کانال رو و خواهشن کامنت خوب بذارین. سلام جیگه، سلام، خیلی خوش آمدید. چی میگی زهرا خواهر گلم؟ چی میگی؟ با من هستین؟ امروز اهل اصفهان نداشتیم، با شما خوشبختم. مرسی آقا امیر، منم همچنین. چند سالتونه؟ هر فرزانه آچار گرفت گلزار آقا. آره دیگه آچار گرفتم ازتون. روسری رو در بیار، زیباتری. من به زیبایی اهمیت نمیدم، چیزی که خودم میپسندم و همونو انجام میدم. امروز هم چیستان دارید؟ امروز دیروز سالا جدول دارم. انشاءالله. مرسی شما خانم با ادبی هستی و بهترین لایق. خیلی متشکرم آقای کارگر، وحید کارگر، مرسی از شما. سلام فرزانه خانم، سلام آقای ناصر و خوش آمدین. سلام خوشتیب، مرسی آقا فردی. یه چیزی الان بهتون بگم، زیاد سختگیرانه کامنت ها رو حذف نکنین خواهشاً. اونایی که دیگه بیادبی بیش از اندازه میکنن اونا رو حذف کنین، 24 ساعت بندازین بیرون. سوالات شخصی هم خواهشاً نپرسین. سلام فرزان جان، سلام، خیلی خوشحالم. سلام، خیلی خوشحالم با نان آشنا شدم. خیلی متشکرم آقا جواد. سوالات تمام. والا موندم دارم فعلا کامل میخورم. سوال که تمام نداره، من یه جدول کامل دارم، هیچ حل کرده نیست. 35 سالمه، انشالله 1000 ساله بشین. چطور میتونم درآمد خوبی داشته باشیم؟ لطفا کمک کنیم. اگر از طریق یوتیوب میتونین کانال بزنید و فعالیت کنید، انشالله که میشه. خوب جدول هم دوست دارم، من عاشق جدولم، ولی اینجا ماشاءالله شروع شد نمیرسیم. دوستان لطفاً واسه حریم خودتون و به سلیقه دیگران احترام نذارید. مرسی آقای زکریا، مرسی با لایک 65 شما، متشکر. مرسی. اسمتون آتنا، متشکرم. بهروز، مرسی. ستاره، متشکرم. آقای چیه؟ محمد خیلی خوش آمدید. تمرین میکنم. آقای آرمین، دیروز هم بگم تو لایو هم بوده، انشالله که به سلامتی و براتون آرزوی موفقیت دارم. جدول تمام شد. والا جدول من که تمام نشد، کامنت ها عقب موندم، گفتم یه ذره کامنت ها رو بخونم به روی چشم. هر وقت آماده اید من یه چایی بریزم. موافق چایی هستین شما؟ صحبت کنید. موضوع لایو چیه؟ آقا سعید، ما جدول حل میکنیم. من سرزمین شمالی. بسیار عالی آقا محمد و خیلی خوشحالم. من قبلا زیاد جدول حل میکردم، لطفا شروع بلکه من هم بتونم کمک کنم. انشالله انشالله انشالله. یه چایی من بریزم، واقعا خسته شدم. خیلی چایی بریزم. فرزانه، بله بفرمایید. چایی قندونش شد قبلا اینجا. دوستان بفرمایید چایی. مربی بارسلونا خیلی سخت گیرن، اونجوری میکنن که پیشرفت کنیم. ماشه جانش هم متشکرم. از شمال جنوب شرق غرب کجا هستی؟ محل استان گیلان شمال. به سارا هست همشهری شما. فرزان خانم، یه سارا هست همشهری شما، نمیدونم کدوم سارا رو میگی. من یه سارا رو میشناسم، استرالیا هستش، نمیدونم. میشه جان، مرسی. مشکل اینه که شما خیلی خوشگل هستید و من شما رو دوست دارم. با دوستان هستید. پایان کیه که اینقدر پایان مازندران آمل. بسیار عالی و خیلی خوشبختم از حضورتون. آبی جان برو خستگی بگیر، من میرم. باز لایو گذاشتیم میان. سابسکرایب کردم. یه لحظه مامان. نون مامان جان، یه لحظه.
مرسی آقای زکریا، متشکرم از حمایت شما و خیلی ممنونم که با من همراه بودین. اگرم جوابی ندیدم از شما عذر میخوام، بازم به بزرگواری خودتون ببخشید. مرسی، سلامت باشید، سلام به خانواده‌ام برسانید. کردستان خیلی خوش آمدی. معلومه جنوب جان چند بار بخندید بد نمیشه. چشم. گیلان انتخاب اول در صفحه است. بله، مخصوصا این تعطیلات همیشه شلوغه. همیشه قبلا تو پیج دیدمت. از خانم کامنت قبلی بنده حقیر رو بخوانید. چشم حاج آقا، ببینم. پس خانم اجازه هست که بنده عرایضی را خدمت عزیزان همتون داشته باشم و فتوای ساده بنمایم. تلفن شما ببینید چه فتوایی هست. امیدوارم که باعث آزردگی دوستان نشه. واو اسماعیل. من حدود 3 سال دیگه در جهان معروف خواهم. انشالله که زودتر این اتفاق بیفته. شما ترشی دوست داری یا شیر؟ من بیشتر شیرینی دوست دارم، ترشی خور نیستم. مقبول. بریم لایجان. سارا بلاک هست. بریم لایجان. نه نمیشناسم. شما هستم فعلا. قربان شما سلامت باشین و خیلی خوش آمدین دوستای عزیز. ممنون از حضور تک تکتون. لایک رو بزنین و سابسکرایب کنین. میخوام ببینم امروز به 1000 تا میرسم با دیدن شما دوستان. نه چای لاهیجان، عطرش هم عالی، جاتون خالی. آچار دیکا رودی. آفرین، زیاد سختی نباشه. بچه دارن صحبت میکنن، اشکال نداره. ولی هر کدوم حرفای نامربوط زده شد دل هر کی بود و مرسی که حذف میکنیم. ولی تا حد صحبت هستن با هم دیگه، حالا مشکلی پیش نمیاد، باعث آزار کسی نباشه. تینا صمدی تبار سلام، خوش آمدید. مغرور جذاب خوش آمدید. سلام کوچولو. پرزانه خوش اومدی. نازی جان بندر صاف، آفرین، با اخلاقت. متشکرم از شما، خیلی لطف دارین. مثلا چاره بزن این بر. بچه کجایی؟ من اهل استان گیلان. کسی هست؟ من اومدم. خیلی خوش آمدید آقای نادری درست خوندم دیگه. خیلی خوش آمدید. کوچکترین رحمی به بیگانگان نکنید. جوانان عزیز غیرت نشان دهید. حالا ستاره من دختر خالشم. حالا همین بخواستیم بگیم آقای گربه شرف. کدوم شهری؟ استان گیلان. استان گیلان. زینب سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. لایک رو بزنین، لایک دوتا بزنین رو صفحه، لایک میشه و سابسکرایب کنین. کانال من سابسکرایب کنین و من هر روز لایک میذارم ساعت 1 تا 3 4 بستگی به شرایطم داره. تو لایک هستم و جدول حل میکنیم. حالا زاره خسته شدیم همگی، جدول زاره میذاریم کنار، زاره صحبت میکنیم. منم فوتبال تمرین میکنم هم در اسپانیا و به مدرسه میرم. خیلی عالی. میگم انشالله موفق باشیم. اینجا جدول حل میشه. اسم من نادر نیست، شهبازه. اسمتون چیز دیگه نوشته. خیلی خوش آمدید. مرسی از حضورتون. معلومه پسری خواهر من نه، ستاره نه دختر خالش. پس که قراره شروع کنیم حل جدول حل کنیم. چشم. من گفتم شاید خسته شدن دوستان. گیرن آستانه، منظورم کدوم شهر؟ لاهی جان. میگم چای لاهیجان دارم تبلیغ میکنم. چای لاهیجان خیلی عالی. خسته ایجان اسم من جواب. خیلی عالی، متشکرم آقا جواب، خیلی خوش آمدید. خب به سوال بپرسن دوستان تازه نفسه حل کنیم. نسکافه پیگیرم. سوال جا سخت نباشه. جوان 3 حرفی اولش ش در اومده. نزدیش خودم زبان فروشم. حالا بنده به شدت عصبانی هستم بابت شنیدن چنین اخباری از همدان عزیزم. چی شده مگه همدان؟ من خبر ندارم. دلم به ایران تنگ. انشالله که با موفقیت به ایران برمیگردیم.
الان جوان 3 حرفی، اولش هم ش. گربه عکس دادم که واسه یکی آبگوشت و قرمه سبزی. قبول کردم فالو بشم زود باش. اینجا که من نمیتونم فالو کنم، شما برای من کامنت بذارین، بعدش کامنت که گذاشتیم از طریق کامنت از شما حمایت میکنم و خواهشم فقط ساب نباشه، حمایت کنیم ویدیو ببینیم. خوب آبجی به خودت همه استراحت بده. چشم. شب جوان شب میشه. شاب شباب. سرفی آقا حسن، سرفی آقا وحید میگه، آقا فردی میگه شاب. دوستای عزیز به همدیگه احترام بذاریم و همدیگه ناراحت نکنین. آره شاب، آقای فردی میگن شاب، جوان میشه شاب. میخوره. الان سبا از هم، بله مامان، سبا از هم 3 حرفی آخرش الف در اومده. آره شاب آقای رمضانی درسته. سبا از هم 3 حرفی آخرش هم الف در اومده. محمد نوید دولتزاده سلام، خوش اومدین. چی جدا. آره آخه دوباره آبجی درباره بریز سراغ جدول شما خسته نباشیم. دوستان تازه نفس اومدن، گفتم حداقل چند سوال ایشون بپرسن. از خانواده که آقا فردی هستن میشه لطفا آشار بنده رو بردارین. بنده 2 نفر رعایت کرده به خاطر حرفای مرسی از شما آقای مسعود که همراه من بودین. برداشتن از فقط میخواین حذف کلی در 24 ساعته لطفاً تایم بذارین، کلن حذف نکنه، های کلن حذف نشه که برای کانال ضرر باشه. دوستان مرسی از حضورت آقا مسعود، دست شما در نکنه و خسته نباشین. خداحافظ، رفتم تمرین کنم. به سلامت و موفق باشه آقا آرمین. آقای گربه رفتن، خوش بگذره خدمت. اینم اومده رو سر من نشسته. متشکرم آقای گل شرف و خیلی خوشحالم از حضورتون. اوکی مرسی آقا فردین. همون 24 ساعت باشه و کلا حذف نشه که کانال آسیب برسه. سلام آقای خانم ایران و خیلی خوش آمدین. مرسی از حضورتون. بله موقف. متشکرم آقا مسعود. داره اونجوری خوبه. سلام، میشه شما رو برای نماز صبح بیدارم کنی؟ اونو میتونید به مادرتون بدین که به زنگ بزنن یا همون بیدارتون کنن. نزدیکترین کس بهتون مادر یا خانواده هستش. سلامت باشین آقا مسعود. مرسی از حضور و حمایت و همراهی شما است. باش ممنونم. قاطی کرده این مادر رو سر من نشسته. مرسی که همراه هم هستید. آقای نعیم خیلی خوش آمدید. شهباز هلو. خاطره نه سلام، خوش اومدین. شمله بخشی که ما بلد نیستیم نه اصلا حرفو نزنین آقای یاسر. قرار نیست که همه اطلاعات عمومیشون بالا باشه. من خودم هیچون سوالا رو تقریبا نمیدونستم، دوستان گفتن. نه آدم جمعی خوبی داره، آدم این چیزا رو یاد میگیره. کجایی هستین؟ اهل استان گیلان. تاچه و نون سلام و خیلی خوش آمدین. من ماهشهرم. بسیار عالی و خوش آمدین. بخند. چشم. مرسی دوستان که همراه من هستیم. ممنونم از حضور تک تک شما و مرسی که لایک میکنید و کانال رو سابسکرایب میکنید. آقا تو موفق شما چی؟ آقا تو موافق شما هست ویدیو میذاریم؟ بله و همراه من از بیرون هستیم و با همیم. الان متاسفانه خونه نیستن، دیروز خونه بودم، من لایو داشتم. مرسی آقا رضا، خیلی خوش آمدین. گیلان بامرام متشکر. تینا جان مرسی جانم عزیزم. عباس سلام عباسم، خیلی خوش آمدین. این شما که میگه شاله بردار خواهشن رعایت کنید وگرنه حذف میکنم. آبجی فرزانه خوبی. مرسی آقا رضا، شما خوب هستین؟ خیلی خوش اومدین.
مقبول هستی خواهر. مرسی مرسی. برید آبجی ببین چی کار میکنه. مقبول دختر. خب سلام سامن آقا شیرا سلام بفرمایید. هوای گیلان چطور؟ خوبه. یه ذره آفتاب بود تازه، یعنی بیشتر به گرما رفته، خیلی گرم شده. دوستان ببخشید من در چایی میخورم گلوم پر شد. بفرمایید. سلام به همگی. سام سلام آقای سام، خیلی خوش آمدین. آقای حلیمی سلام، ممنونم شما خوبین. دوستان همگی خیلی خوش اومدین، مرسی از حضور تک تک شما. ساعت چند در اونجا؟ 3:25. بله خوشبالم، هوا گرمه. شما کجا زندگی میکنید؟ شیرینی نه مخصوص لایجر نیست، از این قندای تم داره. شیرینی لایجر ندارم. لبخند بزن زندگی. شما دارید ماشاءالله دیگه. مرسی آقا وحید، متشکر از اصفهان سلام و خیلی خوش آمدید. همیشه کامنت جواب ندادی. آره صدای چی؟ عروس هلندی دارم. صدا سلام خدا قوت. کدوم محله؟ دیگه محله رو نگم. تینا سمدی فرزان جانم عزیزم جانم. هنوز سرده. کدوم کشور هستین آقای سام؟ بله نون خلفه برای ما درست نمی‌کنید؟ نه متأسفانه آشپزی نیست، نمی‌کنم اینجا. آقای غلامرضا بنشینی کامپل میگم مشهدی. این مشهدیه. دیروز گرفتم، قبلا هم میگرفتم، مثلا طعم دنداز نوشته ولی خوشمزه است. به چی میگم؟ شینی کامپت میگن مشهدیه. استرالیا. ها حد زدم چون تمام دوستان استرالیا هستم. مرسی آقای یاسر. باهاشون حرف بزنیم با پرنده ها. فرید hello welcome how are you. به شیشه‌گرامون نشه یه شیشه. شما لایجانی هستیم ماشاءالله. thank you. از غذاها کدوم غذا رو دوست دارید؟ من همه غذا رو دوست دارم. کدوم شهر؟ گفتن یادم رفت. نه همین یوتیوب هستن اتفاقا. صبح لایو میذارن. سارا هستش، آقای هستش، آقای ماهر، اینا استرالیا هستن ولی اسم شهرشون واقعا یادم نیست. چون میدی برای حمایت نامتی من نمیتونم کسی آچار بدم. میتونین اسمشون رو بزنین شرمنده تونم. کی میخواد حمایت کنین؟ دلم هم میمونه بگم نه. آقا متین کی میخواد حمایت کنین؟ من والا آبادانی هم ولی لاجان رو فولم. به جاده لیالستان عشقه. بله واقعا جای قشنگ. ویکتوریا بله. ملبورن ویکتور بله جای قشنگ. بسیار ندیدم ولی باید قشنگ باشه. آقای سام فکر کنم شهر سیدنی، فکر کنم به نظرم همین باشه. زشت شما لطف دارین. خراسان سلام. غلامرضا عتیقی لرستان خیلی زیبا است یابی جون، فقط اگه آستین پیرهنت بلند بود حرف نداشت. عذر مرا پذیرا باشید. شما به دست من نگاه نکنید. فرهاد محمدی سلام و خیلی خوش آمدید. مغرور میخواه حمایت کنید بهتون میدم بریم بیاین باشه.
میلاد سلام، میخواین لایک کنیم ممنون میشم. آبنوات میگیم بهشون، اما این ولی نوشته قند تم دهنده رو نمیدونم. معصومه دشتیزاده سلام، خوش آمدین دوستان، خیلی خوش اومدین. لایک رو بزنی، کانال رو سابسکرایب کنی. یه شرط داره. نه خیلی ورزشکار نیستم. بیاد. مرسی آقا متین، برین حمایت کنیم و زود بیان. سلامت باشی معصومه جان، مرسی از شما و لایکتون. اگه من خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و همراه همیشگی من باشین. من دیگه یه چند دقیقه دیگه هستم و رفع زحمت میکنم. آقا متین سریع بریم بیایم، من دیگه باید کلا دیگه لایو میبندم. یه چند دقیقه دیگه. آقای حسین سلام، خیلی خوش آمدی. آقای ملیکا خانم خیلی خوش آمدی. جاده فومن از شما دور است. آره جاده فومن که سمت رشته، من این ور لاهیجه، ما شرق گیلانیم، جاده فومن سمت رشته اون وراست. متشکرم آقا میلاد. اهل کجایین؟ اهل استان. بفرمایید چایی. بله توتی نیست، عروس هلندیه. گرم بشه واسه شما. متشکرم. سلام چطوری؟ متشکرم، شما خوب هستین؟ خیلی خوش آمدین. آقا سهراب سلام، خودت عروسی، شما لطف داریم. خواهشن رعایت بشه، همه جا هست. یک شاهد قدیمی است، اصلش مشهدی است ولی خوشمزه است. جاتون خالی، ببخشید من جلوتون دارم میخورم. اینجا من آقا فردی زیاد سخیرانه هضم نکنین، اشکال نداره. اهمیت نمیدم به این کامنت ها، اشکال نداره. نهار چی خوردی؟ چشمت خیلی مقبول است. متشکر. شرمت ایسکا کردی ملتو. چی بگیم به شما والا؟ چرا ایسکا کردم؟ نشستیم داریم صحبت میکنیم. هر کی دوست داشت تشریف میاد به من افتخار میده، دوست نداشت که بازم قدمش رو چشم من میتونم برم. حیوان دارید تو منزل؟ من پرنده دارم. باز وزیر سلام، خیلی خوش آمدین. آقای اصغر خیلی خوش آمدین. چند سالته؟ من 67م. سلام گلم، سلام خوش آمدین. پیام شد در مرسی آقا فردین، مرسی از همراه خوبتون. متشکرم. بعضی خودم اصلا حذف میکنم، بعضی بلا نسبت جمع خیلی بیشورم دیگه. من قشنگ بگم سلام خوبی، سلام خیلی متشکر و خیلی خوش آمدید. جدول ما والا جدول داشتیم حل میکردیم. در 60 روز بر شما، منم 65 بسیار عالی و خیلی خوشحالم از حضور شما. این جدول داشتیم حالا حل میکردیم که دیگه کامنت زیاد شد، بعد دیگه خسته شدن دوستان، خیلی خسته شدن. الان نشستیم داریم کامنت بخوریم و میخونیم و حالا احوال میپرسیم. دوست داشتین حل میکنیم، نشد که فردا من ساعت 1 هر روز لایو دارم تا همین حدود نهایت تا ساعت 4. اوکی سلامت باشی. سلام خوبی؟ متشکرم. آقای بهنام خیلی خوش آمدید. دوستان جدید لطفاً کانال منو ساب کنین و ویدیوهامو ببینید، حمایت کنین. مرسی. سابسکرایبتون میخوام تا انشالله 1000 تا برسم، ببینم چیکار میکنید. دهه 60 ها سوخته خداییش، ما نسل سوخته رو ما هست.
آقا امید سلام. آقا مهدی من ندیدین رفتم، ببخشید اگه کامنت شما رو نخوندم عزیز بزرگوار و خیلی خوش آمدید. آقای علی حبیب زاده و خوش آمدین. سلام دوستان همگی خوش اومدین. لایک رو بزنین، لایکم مونده، لایک رو بزنین، کانال منو سابسکرایب کنید. ویدیو گذاشتم، ویدیو هامو ببینین. هر روزم من ساعت 1 لایف دارم تا ساعت الان همین موقع نهایت 4. شما برای کدوم شهر هستین؟ من استان گیلان. دوستان که میان داخل لایف بگین از کجا هستین، از کجا شهر، کدوم کشور، کدوم شهر ایران. از تهران. نه من تهرانی نیستم، من اهل استان گیلان. میدونی نمیدونم چیه، خواهشاً درست کدام شهر؟ استان گیلان دیگه، لاهیجان. شما از عراق هستین، بسیار عالی و خیلی خوش آمدین. سلام از بندر عباس. به به، خیلی خوش آمدین دوستای عزیز. کانال رو سابسکرایب کنین و همراه من باشین. خیلی خوشحالم که از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف تو لایف هستن و منو همراهی میکنن. سلام عزیز، خوبی از رسمنجان؟ بله خیلی متشکرم و خیلی عالی. پسته رسمنجانم که معروف. شما رشتین؟ بسیار عالی، نزدیکی. خودم اهل رشت هستم و ساکن اینجا هستم، لاهیجان. گودرز، آقای گودرز سلام از شهر کرد. سلام و خیلی خوش آمدین. منم هستم کرمانشاه. به به، خیلی خوش آمدین. سلام از مشهد. به به، مشهد عالی و خیلی خوش آمدین. به خدا هر چه آدم با ادب باشه پیش مردم عزیز است. دیگه چی بگیم؟ از ایلام. به به آقای یوسف، خیلی خوش آمدین. کجای رشت؟ بگم کجای رشت؟ مرکز رشت. به تو از دور سلام. سلام و خیلی خوش آمدین. از کجا لایف هستی؟ زندایی. از کجا لایف هستی؟ زندایی. من استان گیلانم، امیرحسین از علیکو. خیلی خوش آمد. علیکو کدوم شهر هستش؟ گفت سلام. رشت و قلعه‌رودخان. بله. از سنده ارادت دارم خدمت همگی. مرسی آقا کیوان و خیلی خوش آمدید. متشکرم از حضورتون و لایکتون. خوشحال میشم که کانال منم سابسکرایب کنید. و دوست خوبم سلام فرزان. سلام آقای فری، خیلی خوش آمدید. مرسی از حضور شما. سلام آقای ابراهیم، حال شما؟ خیلی خوش آمدین. محسنم از عراق، خیلی خوش آمدین. شهرداری؟ نه، مرکز رشت میشه یخسازی. شوهر داری؟ یا شوهر دارم و یه دختر دارم. غذای معروف گیلان باقلاقاتق. سلام حاجی، خیلی خوش آمدین. کردا پرچم بالا. بله من از تکساس هستم. خان در هست. خانمتون؟ نه، خونه من. ببخشید من بد خوندم آقای فردین. خیلی خیلی خوشحالم از شما. تکساس بسیار عالی. اینجا چه خبره؟ خبر سلامتی. محمد حسین از دشتک. سلام، خوش آمدی. آقا که با متشکر، چشمتون بی بلا. مرسی آقا، مرسی. شما رفتین اومدین، من هنوز هستم. چایی هم ریختم عراق و کلا اونجا زندگی میکنین، راضی نیستین. سلام، خوبی؟ سلام آقای علی، خوش آمدیم. درود به دختران سرزمین کهن ایران. درود من به شما از شارژه امارات متحده ایران. من عشق. سلام آقای وحید و خیلی خوش آمدید. سلام آقا مهران، حال شما؟ خیلی خوش آمدید. ان شاءالله که موفق باشی. خداحافظ، ما رفتیم. آقا یاسر خیلی متشکرم از حضور امروز شما. مرسی، خیلی انرژی خوب داشتین. متشکرم از شما. من هر روز لایو دارم، خوشحال میشم که شما رو بازم ببینم. نه این کارتون رو انجام بدیم. بله چشم. امروز چه برنامه دارید؟ امروز جدول داشتیم که دیگه دیر رسیدیم، دیگه داریم جدول رو جمع میکنیم، کم کم دیگه کامنت های آخر رو داریم میخونیم. مرسی آقای مهران، مرسی از حضور و
حمایتتون. من بچه تخت سلا هستی. به تخت سلا، اون موقع تخت سلا خونه عمومینا بود. بنده متحد هستم، هرچی گیلانی عشق. متشکر. مهدی هستم از روم ایتالیا. به 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 به. آقای محسن، بنده متأهل هستم. خیلی خوبی فرزانه خانم. متشکر. آقای مهران شما خوب هستین؟ سلامت هستین؟ چای مال کجاست؟ لاهیجان. ما چای لاهیجان فقط می‌خوریم. راست میگم مرغ کیلویی 200 شده. خدا رو خیلی وقت نگرفتیم، ولی اتفاقا امروز بکنم همسرم گفتم بگیره، تازه تموم کردیم، قیمت جدید رو ندارم دیگه، عادی شده. آقای علیرضا سلام. من اهل استان گیلان هستم. آقای حاجی یونس سلام مال شما. مغرور جذاب سلام، خیلی خوش آمدین. این دوستمون رفت، بذار من اونو پیدا کنم واقعا چیزشو بردارم. ممنون. آقای متین برداشتن. من خیلی عقبم دادم جلو، ببخشید. 480 چی 480 آقا امید؟ مثل موجی تلویزیون حرف میزنی. مرسی مرسی مغرور جذاب، مرسی. تخت سلا و تخت سلام نمیدونم همین چیزاییه. خیابان اسدآبادی. بسیار عالی. بروجرد رو میشناسم، سالا نرفتم، تمرین کردم اومدم. خسته نباشه آقا آرمین، ما شوهر میکردیم شاید که پیدا میکنیم. مرغ سبز. آها این چیز منو کشت. ساعتین کجایی؟ ساعتین یه لحظه. من برم فعلا مؤدب باشه. مرسی مرسی آقا امید، مرسی متشکر. من وقتی به ایران اومدم به هر نیازمندی با درآمد کنم. انشالله که با دل پاکی که دارین انشالله که به درآمد برسین و موفق باشین. سن قدمتون رو شش. مرسی مرسی آقا وحید، مرسی از مهمون نوازی خوبتون. مرسی. سلام علیکم. خوبی؟ متشکرم. شما خوب هستین؟ دوستان لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. آقای امیر نامدار سلام و خیلی خوش اومدین. کانال رو سابسکرایب کنید و لایک رو بزنید. من الان خیلی پولدار هستم. بسیار عالی. من کرمانی ام و خیلی عالی. چرا کرمانی اینجا داریم؟ خیلی عالی. اون واقعا کار درسته اگه به مردم کمک کنیم. آره دل پاک داشته باشی و این نیت باشی حتما موفق میشه. سلام اسفانی. سلام. خوب نمیای اصفهان اصفهان الان فعلا قسمت نشده. به اصفهان دوست دارم. کارت چیه؟ من کانال دارم و کانالم در مورد طبیعت هستش. توی لایوم جدول حل میکنیم و سرگرمی داریم. من خودم خیلی خوب آقای نعمتی آدم دستش بر بیاد برای کمک کنه. ما نمیگیم وضع ما حالا یه وضع نرمالی داره، عادی داریم، ولی من چجوری دوست دارم مثلا میگن که خونهشون صندوق، نمیدونم با موافق هستیم با صندوق صدقات تو خونه؟ این برای من الان یه سواله. برای من اصلا خوشم نمیاد صندوق صدقات تو خونه داشته باشم. چیکار میکنم؟ بین راه یه فقیری میبینم یا که میبینم یه وسط راه هستن یه بچه‌ها رو میبینم اونجوری بهشون کمک میکنم. اصلا از صندوق صدقات متنفرم، چون به اونی که میخواد نیاز داره نمیرسه. امیر نامداری مرسی مرسی آقا امیر، متشکر از شما و حمایتتون. از استان گیلان ما همیشه کارمون همین صندوق صدقات برای ما آورده بودن انداختیم.
اصلا استفاده نکردیم و هر وقت بیرون بریم تو پشت چراغ قرمز یا هر جایی دستمون برسه اونجوری کمک میکنیم کانال رو به درآمد برسانیم. مرسی انشالله که همه دوستان به موفقیت برسن، اینا منم کارم موفق بشم و کانالم به درآمد یا هم مونتاژ شدن برسه و شناخته شم. بنابر خدا ویدیو هم باید دیده بشه دیگه. ویدیو همو دوستان ببینین، لایک کنین، برای من کامنت بذارین و کانال اول سابسکرایب کنین که من به 1000 تا حداقل برسم. بعد حالا برسیم به واچ تایم. به خدا من اصلا کمبود چی ندارم، 10 سال بیکار هستم ولی اصلا خوشم نمیاد بگم ندارم و بخوام آره میدونه آقا نعمتی تو هر چی بگی من ندارم بدبختم بیچارم، اون انرژی منفی برمیگرده به خودت، همون باعث میشه که تو بیشتر اصلا هم افسرده میشی، اصلا 1000 جور گرفتاری بیشتر بر تو میاد. سلام بانو، سلام و خیلی خوش آمدین. عدنان هلو ولکام. حافظ سلام. احمد اگه اشتباه نکنم سلام و خیلی خوش اومد. دوستان جدید لایک رو بزنید حداقل به 70 برسونیم ببینیم بعد چی میشه. بعد کانال من سابسکرایب کنین. از مشهد به تو جای زیبایی. مشهد الان فکر کنم 5-6 سال نیومدم. محمدی سلام آقای محمدی خیلی خوش اومدین. سلامتی شما خوب هستی؟ من که ثابت دارم. بله آقا مهران شما دوست قدیمی ما هستی. من که خیلی وقت شما رو ثابت دارم. مرسی از حضورتون. بچه‌ها من حمایت کنید، چرا که نه. شما میتونید اول که اصلا حمایت کنید و تو کامنت ها دوستایی که هستن همه کانال دارن، از اون طریق هم میتونید وارد کانالشون بشید. شاید اینجا سخت باشه. نخه من اینستا اصلا ندارم. موضوع اگه تریاک کشیدن بذارید 1000 تا لایک میخوره. من حمایت کردم شما رو، خیلی متشکرم. برای من حتما کامنت بذارید، من کامنت شما رو ببینم از اون طریق وارد کانالتون بشم و حمایت کنم. چون نه آقای امیر من هنوز مانیتاژ نشدم متاسفانه، خیلی مونده، خیلی من واچ تایمم کمه و خیلی راه دارم. انشالله با حمایت شما دوستا به اون درجه برسم دیگه. رجبی شاید راست بگی، تشکر واقعا. تا الان هرچی کردم به این نتیجه رسیدم که هر کس چی داره تلاش میکنه کسی که دقیقا همین آقا فردی، هر کسی هر چی داره تلاش میکنه و نمیگه. آره من موافقم با حرف شما، یعنی با تلاش هیچ چی تو نمیتونه به دست بیاری، هیچ چی. حسن حسین پیرزدگی رو میشناسی؟ نه خیر نمیشناسم. شما محل کجا؟ من اهل استان گیلان. سلام، راستی کار شما چی هست؟ من کانال دارم و موضوع کانال در مورد طبیعت و بازارهای محلی استان گیلان و جاهای گردشگری استان گیلان هستش. ویدیو دارم میتونید ببینید و همراه من باشین. اینو بذارین بندازم بره و همراه من باشین. کانال من سابسکرایب کنین، انشالله که خوشتون بیاد. سلام دوستان، منو حمایت کنین، برای من کامنت بذارین، کانال من سابسکرایب کنین. من حتما از شما حمایت میکنم. باز روی تریاک یعنی تریاک اینقدر طرفدار داره کامنت گذاشتم. مرسی. بعد ویدیوها رو هم ببینه علی آقا، اونجوری نباشه که برین یه کامنت بذارین بیاین. این باعث میشه که شما ویدیوها رو نبینی، کامنتتون حذف میشه. همون ویدیویی که برای من کامنت گذاشتین باعث میشه که یوتیوب فکر کنه که چون طرف اومده یه ذرهشو دیده بی ارزش میذاره، ویدیو رو جای دیگه به کاربر دیگه اصلا پیشنهاد نمیده. مرسی آقا حافظ، متشکرم از حضور شما. محمد رضا حسینی سلام و خیلی خوش آمدین. مرسی، چشمتون بی بلا علی آقا. مرسی دوستان همگی خوش اومدین. مرسی از حضور تک تک شما. من دیگه کم کم بفرمایید چای دیگه سرد شد.
عجبی شراب چی موضوع رو بذاریم. به قول دوستامون میگه که تریاک بذارین لایکت میرسه به 1000. واقعا مردم به حاشیه و این چیزا خیلی بیشتر اهمیت میدن تا به یه تفریح سالم. مرسی آقای محمدی، سلامت باشین. آقای آصف رئیسی سلام. آبجی آچار رو بردار. چشم آقای فردی، مرسی که امروز هم همراه من بودین. همیشه منو خجالت زده میکنی، همیشه هستید. مرسی. واقعا جدول عالی. آره آقای نعمتی، ما داشتیم جدول حل میکردیم. جدول واقعا بی‌نظیره. سلام به فرزانه یوتیوب. سلام، حال شما؟ آقای کیوان خیلی خوش آمدین. نه کوین اگه اشتباه نخونده باشم. شما مسلمان هستین؟ بله. آقای حسین طاهری سلام، خوش. دوستان جدید خیلی خوش اومدین. کانال من سابسکرایب کنید و لایک بزنید. مرسی. خسته نباشه همشهری بچه من، سلامت باشی. مرسی دیگه بچه من هم هستیم. ویدیوها رو ببینید، منم وارد کانالتون میشم و ویدیوها رو میبینم. بذار هیچ وقت نرسه با مواد. واقعا موافقم باهاتون. من کلا مخالفم با هر چی مواد و مشروب و دود اینا. برو به تو دهن خانوادت و این توارد این کار انجام بده. طبیعت همچو روی از زیبا چشم و بینی چون روح و دریا. حمایت چشم. مرسی علی آقا. منم حتما ویدیوهاتون رو میبینم. جدول تموم شد. جدول که زیاده تموم شده نیست، ولی دیگه خسته شدیم. دوستان حس کردم خسته شدن گذاشتم کنار. ایران زندگی میکنیم. بله. عطاالله سلام و خوش آمدید. سلام. قهوه چی فرزانه خانم؟ بیشتر مردم قهوه میخورم. منم میخورم. قهوه خوبه. من قهوه دوست ندارم ولی همسرم میخوره. یا حتی مثلا جاهایی که ما قهوه در دسترسش نیست، موقع رانندگی یه راه دوری مسافرت داریم میریم، قرص قهوه گرفته. حالا نمیدونم دیدین یا نه. قرص قهوه رو میخوره که باعث میشه اونا بیدار نگه داره. متولد چه سالی هستین؟ 67. خانم‌ها سنشون رو نمیگن ولی من به همه سوالا پاسخ میدم. اون چی بود که نوشیدین؟ این چاییه. چای محلی لاهیجان. مرسی که قلبا رو میزنیم دوستان. قرص قهوه چی؟ داروخونه داره؟ نه داروخونه نیست، مغازه داره. من نشون میدم. اینا این دوتا همه هستش. حالا نمیدونم بازم هست یا نه. افتاد. ولی من اصلا تا حالا نخوردم. مخالف اینجا یه حبه تریاک بخوریم با هم بگیش. آره ستاره جان. اینا سجاد بفرست. الان ما که داریم دو تا، من نمیدونم حالا باز طعمای دیگه هستش یا نه، ولی من اصلا خوشم نمیاد، نمیخورم. من فقط چایی. یه چای دیگه هم بریزم. و اینم چای باید بخرم. به خدا قرص قهوه. آقای نعمتی، بعضی کسایی که میگم اعتیاد دارن به همین قهوه خوردن، یه جاهایی که نیستش، دسترسش نیست، فکر کنم خوبه. آب و هوا خوبه هست اونجا. آره خدا رو شکر بد نیست. الان ذره خنک شد، خیلی گرم بود. دوستان برنامه بذارین درباره تریاک و بافور و اینا بحث کنیم. آقای حمید عسکری میشناسی؟ نه من نمیشناسم. قرص قهوه تلخه، دوستش نه. منم دوست ندارم. من اصلا
نه قهوه میخورم، چای تو عمرم دروغ نگم اونم همینجوری خواستم امتحان کنم شاید 2 یا 3 بار خورده باشم، ولی اینا رو اصلا نخوردم، اصلا تا حالا باز نکردم ببینم چه شکلی هست. یعنی نوشیدنی که من عاشقشم حتی تو تابستون تو اوج گرما اینه چای. حالا کمرنگ ریختم با چای هم عالی. آره چای بی‌نظیره. سلام آقا رضا، خیلی خوش آمدید. هوای کرمان که همیشه منقلی اونقدر گرمه، شما حالا پای منقل میشینی و نی به جاش قلیون. خب نی به جاش قلیون، من قلیون هم دوست ندارم، تتلو. خیلی خوش آمدی. ما چای میخوری؟ چای چای لاهیجان. ستاره جنوب بیا کرمان تریاک تا تریاک خور بده. خودتون تریاک میفروشین؟ الله خیلی خوش آمد. مرسی آقا محمد، متشکرم. دوستان خیلی خوش اومدین. لایک رو بزنین، کانال رو سابسکرایب کنین، آهنگای سلطان تتاری رو گوش میدید. چند تا آهنگاش رو دوست دارم گوش دادم ولی یادم یکی دونه در مورد بارون این چیزا بود الان دیگه یادم نیست، ولی قشنگه. چای لاجن تریاک کرمان. 7 سال زن رفته به تکلیف التماس دو. انشالله که زندگیتون سر و سامون بگیره. روسایی برای چیه؟ خب دیگه عادتی که از کوچیکی داشتیم و برام مونده. خیلی خوشگلی، متشکرم. آقای آصف تخته جمع موادی ها جمع به خدا، ولی من نیستم. شهرستان کرمان میشناسی؟ من اصلا کرمان هیچ جا نرفتم اونجاها، ولی خب دوستای کرمانی که خیلی تو لایو هم هستن. دوستان لایک کنید، سابسکرایب هم کنید. مرسی. بله شوهر دارم. چای نبات. سلام خوشتیب. سلام خیلی خوش آمدید آقای احمدی. درود بانو فرزانه. سلام آقای علی، خیلی خوش آمدید. مرسی از حضورتون. دوستان لایک رو بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم ازتون. این لایک تا 80 میرسونید. این حاج آقا گربه هم اهل تریاق است ولی کارش درسته. باله. پرچم لور بالاست. بله دوستای لورم زیاد دارم اینجا. یکتا سلام خیلی خوش آمدین. دوستان همگی خوش اومدین. لایک رو بزنید، کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی از تک تک شما دوستان عزیز. پایه امروز من اذیت دارم میکنم. ستاره حاج آقا گربه کیه؟ شما نمیدونین که چه حاج آقایی هستن. اهل دل. سلام آقا جواد، شما رفتین اومدین، من هنوز هستم. جدول تموم شده، جاتون خالی. یه دونه چای لاهیجان ریختم، نشستم دارم با دوستان صحبت میکنم. فرزانه جون شوهرت کجا؟ سر کار. کاش که چای خوب میفرستی. چای نبات با منقل با چه حالی میده، ما میگیم اسپرون کن. نوازش سید تریه میکنه از کرمان. من چند بار لایک کردم، خیلی متشکرم. مرسی آقا محمد، مرسی. همون یه بار که میزنین حساب کردی. نه من اهل استان گیلان. بهمن شد جون تو همشهری سلامت باشی. جای شما خالی همشهری عزیز. حالا شما چای لاهیجان باید داشته باشید دیگه، لاهیجانی باشی و چایی با خودت نبری هر جایی که زندگی میکنی. حداقل آبروی شهرستان‌های کرمان رو نبر. اینم قشنگ به هیچی. آقا پیمان خیلی خوش آمدین. آقای احمد رضا سلام، منم گیلانیم. رشت. به به رشتی ها اینجا جمعن دیگه. شیمین جان آقا قربان خوش با آمدید. من هرچی ترکی میکشم یه لایک. بحث تریک بالاخره تو جامعه هست، به خود آدم ها هیچ فرق با نداره اصلا. در اینجا و اونجا نداره، اینجور آدم کلا این مطلب هستش. اوه چای دستی دارین آقا جواد. به به چقدر شبیه نفسی روشن باز. جدی دماغم به اون رفته. منم آب عسل میخوام. جاتون سنوش جان شما. مال کجای؟ استان گیلان. آقای شیرنر سلام که ماشاءالله خدمت هستیم. مرسی خیلی خوش آمدین. دوستای عزیز لایک رو بزنین، کانال رو سابسکرایب کنین. سلام مجدد. هنوز لایوی؟ آره هانی،  هانی جا هنوز تو لایوم دیگه. آخراش دیگه دارم رفع زحمت میکنم. 7 سال زن رفته به تکلیف التماس دو. انشالله که زندگیتون سر و سامون بگیره. روسایی برای چیه؟ خب دیگه عادتی که از کوچیکی داشتیم و برام مونده. خیلی خوشگلی، متشکرم. آقای آصف
دیگه رفع زحمت میکنم، مزاحم نمیشم. سلام راگید، سلام خوبی آقای ابوالفضل، خیلی خوش آمدین. سلام به همه دوستان عزیز، روزتون بخیر. روز شما هم بخیر و خوش آمدین. لایک رو بزنین و کانال رو سابسکرایب کنین. مرسی دوستان، لایک رو بزنین دیگه، خیلی اومدن ولی لایک همینجوری مونده. لایک رو بزنین. با هم نسبت نه نداره. سلام، شما کی هستی؟ من فرزانه هستم، اهل استان گیلان. امروز لایجون هوا چطوره؟ آقا جواد خیلی گرم شده. دیروز داره بارون میبارید ولی خیلی سمت لنگرود بودیم، بارون بود ولی گرم بود. امروز تازه خیلی گرم بود. الان یه ذره نمیدونم، حس میکنم یه داده ابری میشه ولی هوا دم داره. متأهلی؟ بله بله. تریاک، قهوه، مشروب اینا طبیعی هستن، همه ایرانی استفاده میکنن، نباید مردم از این اسما فرار کنن. باید دیگه جامعه هست. مرغشت نه، عروس دارم، عروس. یه لحظه، نگفتی چی؟ نگفتم متأهل هستم، گفتم متأهلم. ببخشید دوستان، پرنده اینجوری بیرون گرسنگی حالا شد. سلام، الان لایک میزنم. مرسی آقا جعفر، لایک کنین، برای من سابسکرایب کنین. نگفتی چی آقا پیمان؟ بگین من تکرار کنین. من تریاک سر یادت قرار بود بیای شیراز، چی شد؟ جدی قرار بود که تو کدوم چیز لایو بود؟ من یه خود آلزایمر دارم. شیراز میخواستم بیام، شیراز و اصفهان انقدر دوست دارم نمیشه. سلام از رودبار زیت. به به، خیلی عالی، خوش آمدید. محل کرمان هستم، به خدا کرمان. همه جا اینجوری نه، اصلا ربطی به کرمانی نداره. چرا باید الان تریاک چیز عادی باشه؟ چرا حل جدول رفت سمت تریاک؟ آقا جواد به جای بدتر داره میکشه. آقای محمد سلام، آقای محسن سلام، متشکرم، خوب هستین؟ تو لایو مریم جان. آها، همین اسم بودی؟ خالی کاش یه ذره مؤدب باشیم. سلام خانم، خسته نباشید، چقدر با اخلاق، خوب هستید، مرسی، متشکرم. آقای حبیب، نه حبیب دیگه درسته، خیلی خوش آمدید. آقای محمد سلام. هی سلام، هی سلام علیکم. چیز زاهدان لایجان میدونید کجاست؟ هم شدید چیز زهدان زمیدان منظورتونه آقا جواد؟ زمیدان یه زهدان رو تا نشیدم. ها، زاهدان لاهیجان یعنی اهل مواد اینا اونجا دارن؟ نه نمیدونم. سلام سارا جان، خیلی خوش اومدی. آقای بانرام سلام. چطور هستی؟ هی متشکرم، شما خوب هستین؟ هی آره، با همین اسم بودم، یا آقای به اسم امید هم بود فکر کنم سر این بحث. جالب، باور میکنی مثلا چی یادم نیست، کلا حافظم خیلی کوتاه شده، حافظم خیلی چیزا زود یادم میره، بس به خودم میگم آلزایمر گرفتم. نه نمیدونم آقا جواد، من دنبال اینا نمیریم به خدا. خوبی، متشکرم. سلام آقا حسین، حال شما؟ خیلی خوش آمدید. کجا از آقا جواد؟ شاید لازممون شد. اینه که میگن حتی پشت پرده این قضیه هم نمیدونیم تریاک زمان شاید کرد بهترین کالا ایران بوده. این که آره، اصلا کلا کوبونی میدادن. مراد دهنده، مراد اسمشو گفتین؟ شما ایرانی هستین؟ بله آقا جواد، تا حالا به اینجا فکر نکرده بودیم ما. از همسرم بپرسم ببینم خبر داره. من که دیگه تریاکم تموم شده تا محل بعد. خدا نگهدارتون. گروه یه آدمی هست داره تریاک میکشه، من میگم دوستای مرد دهنده تا نشنیدم آقا جواد، کدوم سمت هست؟
باشین چه غلطی میتونه خانم متشخص هر کسی با بیان شخصیت خانواده‌اش رو نشان میدهد. با من بودین الان؟ شوهر داریم؟ بله. هی من خوبم، شما چطور هستین؟ زندگی چطوره؟ هی بد نیست، خوبیم خدا رو شکر. خوبه میگذره. شما کجایی هستین؟ اهل کجا هستین؟ حالا دلتون خوش هست؟ الان از پارسا قرار تو ایران خشخاش کاشت بشه به شرطی که محصولش به دولت تحویل داده بشه برای تولید داروی مورفین و خیلی داروهای دیگه، نه کشیدن و خماری. چی میگه آقا؟ وابستره است. دوستان بفرمایید چایمو بخورم دیگه میرم. آها، سمت سوستان، بعد روستای بندربرگ. شاید رهگذاری دیده باشم. آها، روستای گمول. آها، اونور. چجوری میرن اونور تعیین میکنه آقا جواد؟ راه به این سختی؟ خانم پیام من خواندنی نبود، نخوندی؟ خوندم اتفاقا. میگن گفتین مؤدب نباشیم چه غلطی میکنیم؟ خانم متشخص هر کسی با بیاناتش شخصیت خانواده‌اش رو نشان میدهد. شما با کیم؟ اینو گفتم با من بودیم. راستی بانو استان گرانزار. ولی آقا جواد خیلی راهه. چجوری این همه راه رو بنده خدا میرن اونجا؟ بهتر نیست برم؟ میدونم آقا نعمتی، میدونم بحث دیگه آدم سر یه چیزی پیش میاد در موردش صحبت میکنه. قرار نیست که هر کی هر چی میگه من الان برنامه باشم که. یس اوکی، بله. لاهی جان سلام، خوبین؟ بله آقای وزیر خوبم خدا رو شکر. شما خوب هستید؟ نه با بیادبا. مرسی که تذکر دادین دوست عزیز. مرسی از شخصیت شما و ادب شما. دوستان جدید لایک کنید و کانال من سابسکرایب کنید. من هر روز لایو میذارم و جدول حل میکنیم. سرگرمی دارم. جدول ما تایمش تموم شد، یعنی دیگه خسته شده بودیم دیگه گذاشتیم کنار. ببخشید که روک میگه ولی آقای نعمتی به شما خیلی میخوره که نه آقای نعمتی آدم خیلی چیزای واقعا سالم میخورن. سالگی تو آشپزی رو میپرسن عالیه. آخر بازم تالاب سوخته کوه نرفتی بچه من. باور میکنی آقا جواد اصلا وقت نمیشه که مثلا جایی بریم. بنده خدا همسرم یه روز جمعه هستش، یا تا تازور تا وقت نمیشه، تا بعضور میریم، حالا سمت رشت میریم، اصلا هیچ وقت نمیشه که ذره بگردیم. ما شدیم از این خونه به اون خونه رفتن. از وقتی که تو یوتیوب فعالیت میکنم اصلا نمیشه من اینجور جاها برم. قبلا میرفتیم سخرکو هم میرفتیم. میدونه فرزان جان قصد دارم یک کم سر به سرشون بزن. گناه داره؟ نه آدم خیلی خوبی هستم آقای نعمتی، به خوبی شما نباشم. آدم خیلی خوبی هستم و با شخصیت همیشه تو لایو هم هستم. کجای لای جان؟ ویلا اجاره دارید؟ ویلا اجاره نه، در حال حاضر ویلا اجاره ندارم. اگر از اینجا رفتن اینجا رو میذارم واسه اجاره. چه کار میکنید؟ چایی بفرمایید. دوستان اگه خسته شدین لایو ببندم. دخترم خوابیده، کاری هم ندارم، نشستیم اینجا. هر وقت خسته شدین دیگه من خداحافظی کنم که اذیت نشین. باور کن من از دست سوال میکنم و میدونم. فرزانه خانم مرسی از حضور شما. سلام حال شما؟ خوش آمدی. خوبی؟ متشکرم. شما خوب هستیم؟ چیکار به دست من داری؟ برو بشین بابا. آدم بره فیلم بگیر و بذار. خیلی ویدیو میخوره، خیلی ویدیو خوبی داره. آره
اینجور جاها رو. یه دونه من آقا جواد از همین گمول میشه دیگه، ویدیوی کوتاه گذاشتم، یعنی توی یه هفته، یعنی اولین فیلم بلند کوتاه من شده کلا، اولین فیلم منه که اینقدر ویو خورده. 12,000 رو رد کرد، داره میره تو 13,000. برای من مثلا کسی که تا حالا اونقدر ویو نداشتم خیلی خوب بود. اینجور جاها درسته خیلی ویو خوبی میگیره. متاسفانه وقت دیگه. لایک 74. مرسی 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 از شما. چجور راحت باش، ممنون که تعارف کردی. سلامت باشی. مرسی. استگرام داری؟ خب نه، من اصلا اینستا نیستم. مال کجایی؟ استان گیلان. دوست داره نداشته باشه میره خودش. اینم حرفیه. آره دیدم. مرسی مرسی آقا جواد. آره اون ویدیو یکی دیگه هم هستش از دیلمان هم خیلی خوبه. اصلا ما همیشه آقا جواد دیلمان میرفتیم، روستاهای لاهیجان، یعنی همیشه بودیم ما. مثلا یا بعد از ظهر میشد میرفتیم. اصلا وقتی که یوتیوب زدم اصلا هیچ وقت نمیشه. یه فیلم از چیز گذاشتم، دیلمان گذاشتم، اونم خوب داره ویو میگیره. این خیلی خوبه. آقای نعمتی که تازون رو دوست دارین میبریم بالا. آره آقای نعمتی اهل جدول اطلاعات عمومی خیلی هستن. بعدش حالا ببینیم به کجا. این فیلم ویدیو زیاد گذاشتم، ولی دوست دارم روستاهای لاهیجان خیلی قشنگه اونجا بذارم. حالا ببین چی میشه. اونجا بری حتما 20,000 ویو رو میخورید. آره جای قشنگیه، ولی میگم که باید یه روز ببینید. این جمعه هوا اگه خوب بود یه گذری میریم اونور، ولی این هفته هوا خوب، بهترین موقعیت بود. ببینیم چی میشه. من شیرازم جای خیلی خوبیه. آره من اصلا شیراز و اصفهان خیلی دوست دارم. این دو تا شهری که خیلی دوست دارم برم شیراز و اصفهانه. من کی رو حذف کردم؟ مالی عقب. انشالله. مرسی آقا جواد. شما چرا جواب نمیدی؟ آقای محمد چی گفتید؟ من جواب ندادم، عذر منو پذیرا باشید. بای. آقای چی فاده، خدا نگهدارتون باشه. جدی شیرازی اداره برق. سلام اداره برق، خیلی خوش آمدید. عاشق شیرازی ولی هنوز نرفتم. منم نرفتم آقای نعمتی، به شیراز دوست دارم. به انتخاب رشتت بره. چه انتخاب رشتت برس با منی؟ کی بد صحبت کرده؟ آزیتا جان کی بد صحبت کرده؟ من متوجه نشدم. لایک رو بزنید. لایک دوستان لایک رو بزنید، کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای کانالمو ببینید. حمایت کنید از من. انشالله که موفق باشین. چی شد؟ من داستان متوجه نشدم. آزیتا جان کی بد صحبت کرد؟ به من بگو من حذفش کنم. دوست عزیز من که بی‌احترامی کرده. کامنت ها موند. هستین یا اینترنت من مشکل داره؟ دوستان ببخشید من یه اینترنت رد شد. خدا با ما. سلام آقای یوسف. سلام. سلام. بذار نگاه کنم. اداره برق. بای قاسم. من سلام میدم تو جواب نمیدی، چرا چای کم بخورم؟ مرسی. زمان زندگی چطور است؟ امیدوارم همه روزها خوب. مرسی همچنین برش. ببخشید من اینترنتم یهو قطع شد. آقای علی جانی
خب فکر کنم هانی رفت خونهشون، فعلا نیست. چی شد؟ همشهری چای لجن خودتون دارید یا میخرید؟ آقا جواد، اینجا همسرم عموش شرکت کارخونه دارن اینجا، اجاره کردن، خودشون اجاره کردن. ما چای هامونو، من که نه، پدر شوهرم چای داره، چای رو میبرن اونجا، ما از همونجا بعدن میخریم. سلامت باشه آقا امید. من دیگه دارم میرم، دیگه واقعا دارم میرم. فکر کنم شما بیشتر خسته شدین، رفتین اومدین، من هنوز هستم. علی چیکار به من داری؟ می‌خواستی بری؟ آقا تا دارن میرن میان، دوستان میدارن صحبت میکنن، پس چای خوب نصیب شما میشه. حالا ولی یه بار آقا جواز سیاکل میشد دیگه، سمت سیاکل یه دونه کارخونه است. 2 سال پیش اونجا چای گرفتیم، چایی بود اینقدر خوش عطر بود، اینم بد نیست حالا، ولی اونجوری باید باشه نیست. همین آقا امید بودن لحان جا. کنم خسیس شما انرژی ما خوشحال میشه میبینم تو. مرسی آقا امید. چایی که میخورم دیگه میگیرم. امروز نشستم بغل سماور چای میخورم، خلاصه انرژیمو دارم. آره خودشون بودن. آقا امید شما شیراز میخواستیم برین؟ اگه چای دستی میخوایم ما داریم. کیلو چند آقا جواد؟ ما اتفاقا امسال خوش کردیم، امسال فکر کنم نزدیک به 1 کیلو. همسرم اونقدر حالا بلد نیستش، من که بلد نیستم، خودش حالا چون دستش هم درد میکنه زیاد نتونست. فکر کنم یه دور 1 کیلو خوش کردیم، ولی سخته. من چای کندم تمام دستم همه قرمز شد، حساسیت داشتم. فقط املش فرد. چای املش، من تا حالا املش چای رو نخوردم، ولی ما چایمون لایجان میده، دعوت میکنن میریم. بسم الله. سلام. صبح دم کن از همون چایی 7 غروب بخور. واقعا چای دستی که بی‌نظیره، اصلا اون عطر لعنتی اصلا یه چیز دیگه است. چای خوب لایجان کیلویی چند آقا جواد؟ اطلاع دارین؟ من فکرم چای دیگه 300 اینا هست. میدونم بابا، اینقدر جالبه. الان کفری شدی. میشیم خاموش شد دوباره اومده. مرسی آقا وحید، مرسی که اومدید. سلامت باشین آقا امید. مرسی. کیف الحال؟ تانک یو. اهلا و سهلا. سلام خوبی؟ سلام آقا بابک، حال شما؟ خیلی خوش آمدین. مرسی از حضور شما. مرسی، روزتون بخیر. از 300 داریم تا 1200 چای دستی رو. با دست درست میشه یا با دستگاهی که تو خونه دارین؟ چون یه سری الان اینجا بود دستگاه داشتن تو خونه درست میکردن، مثل چای دستی درشت بود ولی به درد نمیخورد. اهلا فیک. چای دستی 1200 چقدر گرون شده، ولی واقعا زحمت داره. واقعا من میگم امسال به اندازه 1 کیلو فکر کنم درست کردیم. من خودم چیدم، همسرم درست کرده، همین چون نزدیک خونمونه. تا ویدیوش هم گذاشته بودم. تمام دستم همه قرمز شده و سوخته بود. واقعا سخته، کاملا با دست درست میشه. اون دیگه اون خوردن داره، اون چاییه. زهرا سلام، خوش آمدی. خوبی عزیزم؟ خیلی خوش اومدیم. سلام بسیر سلام، خوش آمدی. منظره رو هم بذار ببینیم. بانو فرزانه شما قبلا همراه من بودین درسته؟ بهاناره جان تو چای برزی آره، ما معمولا فصل چیز میشه، نارنج اینا میشه، شکوفه‌شو یا مربا درست، امسال اصلا درست نکردم، مربا درست میکنیم یا که خشک میکنم تو چای میریزم، خیلی خوش عطرشه. میشناسی که بتونم ازش بخریم همون اطراف خودتون؟ من نه والا، من اصلا کسی، الان آقا جواد میگن که ما داریم. نه آقا جواد، پاسخگو باشین. آقا جواد خودشون هم کانال دارن، میتونیم وارد کانالشون بشین ازش سوال کنیم.
خوش باشین. مرسی. تو شیراز خیلی طبیعت بیرون رو می‌خواستین ببینین، بذار یه ذره بیرون به شما نشون بدم. از دیدن ما خسته شدیم. دوربین ببندم، برگردم اونور، دوربین ببندم، دستکش بپوشی وگرنه دست سیاهی هیچی. آقا جواب سیاهی اصلا مشکل نیست که دست همه کابر میزنه. اصلا من دستم وحشتناک شده بود. پس اینجا در بیارم. اینم از بیرون. فرزان خود ما چای املش دارید. دوستان اینجا چای زیاد هستش. هانی جان میدونی هم از آقا امید هم آقا جواد. شما پس نکردی بچه من. نه آقا جواد، من فقط چای رو کندم. من تا حالا نه که اولین بارم بود. بعدش تمام دستم همه یعنی وحشتناک شده بود. کلی من دکتر رفتم تا درست شد. زحمت خواهش میکنم. انشالله که دوست داشته باشین. مرسی هانیه جان. نمیدونم اینترنت خوبه، دستمو ثابت دارم که خراب نشه. دانشجوی چه رشته‌ای؟ من نیست. مهندس برق. تصویر خوب هست، تار نیست. مثلا پایه بزنم ولی پایه مشکل داره. عالی. چه هوایی هستش. ممنونم. خوبه. الان بیرون خانه که گرم نیست، تازور گرم بود. من خودم یه موقع بهار اومد اونجا بیام 10 کیلو دستی درست میکنم. به به، آفرین، خیلی هم عالی. سمت دختری دیگه جا مزه میده ماهی کباب کنی. آره واقعا داریم بغل منقل اینا هستش. بابریکو چی میگن اسمش یادم رفت. بغل همسرم خودش درست کرده، بغل خونمون هست. دلم خواست بیام اونجا. الان بفرمایین. هرچی میشه دوربین رو تمیز. آقا واسه آقای نعمتی همیشه سر دوربین به من تذکر میدم. چشم. خود اصلا کثیف نیست، هیچ کثیفی نداشت. حالا بفرمایید. حال میده برید تو یک روستا قدم بزنید. اینجا روستای بدی نیست، روستای قشنگیه، فقط میگه امکاناتش صفره، وگرنه جای با صفاییه. وای واو ویو آدم دوست داره زوز بکشه. آقا جواد موقع اذان که میشه غروب ببینین چه خبره. زوزه میرین به قول خودمون شالان پرن. تنخوبه چه خبر اونجا؟ چیکار اونجا کار پیدا میشه؟ نه والا تمام اینجایا همه رفتن یا ساوه یا تهران یا قزوین. اسم روستاتون چیه؟ بذارین نگم. با به خدا قشنگه. درخت چیه؟ درخت ولی تار هست. آره دیگه این تمثال ثابت بمونم. تو خونمون شال زوزه کشی. آها شالان غروب شد از زوزه کشن. تاره. کاش می‌دونستم ثابت بذارم اینو. علی جان سلام. بگو شاید مدین ویلا خریدی. سمت بام سبزه. اینجا روستاش همه قشنگه. لاهیجان روستاهای زیادی داره. سطر سر و زامیدان و سوستان که ایدان تالاب خیلی قشنگی داره دیگه. علی سرود، کتشال دیگه یادم نیست. خیلی خیلی روستا زیاده. پیاده روی نمیرید. میدونیم بدیه اینجا چیه؟ اینجا منطقه کوهستانی هستیم، شیب داره. بعد خیابوناش اینجوری شیب داره، نمیشه پیاده روی کنیم، بیشتر درد و مرض میگیریم. Yes I آرمانی هلو ولکام. میشه رو بذارید ببینم تاری برطرف میشه. یه لحظه بمونیم.
دیگه نمیتونم اینو وصل کنم. نکنم من پایم مشکل داره. دارم درست میکنم. ثابت باشه. اسم نداره. چرا؟ اسمم داره. نه بابا خوبه. تصویر الان چطوره؟ کار کشاورزی پیدا میشه. اینجا کشاورزی چاییه فقط. سلام علی آقا، خیلی خوش اومدین. خوب شد تصویر تار نیست. نو ایت ایران یس ایران. علی جان عجب خنده دادیم ما رو، درد مرض میگیریم. به خدا بیشتر درد مرض میگیر. برنج هم آره آقا جواد، ولی این روستا نداره. این روستا برنج نمیکارن. روستاهای مثلا کتشال حالا اون برتر آره. شاید باورتون نشه ولی روستا جز شیراز متاسفم. خب تشکر. اینجوری بهتر گوشی رو یه جا به خودت هم آرامش بیشتر. آره آقا من فکر میکردم پایه نمیمون آقا نعمتی. حالا خدا رو شکر این پایه رو همسرم درست کرده، راحت شدم. چای اسمش چیه؟ چای لاهیجان. سلام فرزانه. سلام جاهان. خیلی خوش آمدین. عالی. مرسی. ویو قول مازندرانی ویوره. آقای پژمان خیلی خوش آمدین. چی محل نداره دونم ولی روستای اطراف داره. آره آقای جواد شما که میدونید ما از کجا هستیم. کار چایی شتیانه. چی؟ کار چایی شتیانه یعنی چی؟ متوجه نشدم. اینجا کار این روستا کارشون کشاورزیشون چاییه. لاهیجان بله. ولی اولین بار من لایوم اینقدر طول کشید. دوستان خواستن طبیعت رو ببینن، منم سمت طبیعت گردن نظر استفاده کنید. بعد دیگه کم کم رفع زحمت میکنه. درستم یوتیوب منو بندازه بیرون میگه دیگه تو برو. دوستان لایک رو بزنین دیگه. لایک رو بزنین، کانال سابسکرایب کنین ببینم 1000 تا رسیدم یا نه. آره مرطوب افتضاح، یعنی نم خیلی داره اذیت میکنه. تخت کمد اینا تخت رو یعنی اینقدر که ما پیچ زدیم هی پیچش در میاد از نم زیاد. کمد که کشو هر لباسی بذاریم سمت الا دیوارش باشه همه نم بوی بد میده. اصلا لهجه گیلانی نداری شیمی جان قربان؟ لهجه برن زیادی. تا من خیلی لهجه دارم. من از لایجان 2 تا چیز میشناسم، یکی کلوچه لایجان یکی چای لایجان. هر 2 تا درسته. کلوچه بیشتر کوکی لایجان. هانی جان کوکی لایجان. اهلا و سهلا اهل اردن و هلو. سلام علیکم رامین. خدا عربی بلد نیستم. خدا نگهدار عزیزم. خیلی متشکرم از حضورتون. لایک کنین و کانال من سابسکرایب کنین، ممنون میشم. چی؟ هوای مرطوب ما رو نابود میکنه. ما داخل مناطق خشک هستیم. آره دقیقا ما اکثر یعنی بیشتر گیلانیا کمردرد پادرد اینا دارن. تالار نگین کوهستان میدونی کجاست؟ همیشه عروسی اونجا. اتفاقا آقای جواد عروسی ما اونجا بود. ما نزدیک همونجاییم دیگه. عروسی ما اونجا بود. اکثرا فک فامیلای اینجا عروسیشون اونجا بود. تالار نگین الان زیاد به اون صورت عروسی نیست آقا جواد. من هوا نگاه میکنیم تک توپه دیگه، مثل قبل عروسی نیست.
انت اهل الافغانستان نو ایران. ساعت چند لایو میذاری؟ والا من از ساعت 1 لایو گذاشتم و هنوز هستم. آره ما عروسیمون توی همون تالار نگین بود. یعنی الان میگم که دیگه زیاد چیز نمیذارم، حقیقت خانه زیاد اینجا عروسی نیست، خیلی کم شده عروسی اینجا. کلی مردم کلا عروسی نمیگیرن، ولی تالار نگین یه دوره خیلی عروسی داشت. ما موقعی که میخواستیم سال 97 بکنم اصلا جا نداشتم که ما اون تاریخی که دوست داشتیم رو بذاریم، خیلی شلوغ بود. حقیقت هانیه محمد عشقم کجایی؟ داشت به قدیم نزدیک عید که میشد و بعد محرم کلی عروسی بود. آفرین دقیقا. الان ولی نیست، یعنی نمیصرفه دیگه، اصلا فایده نداره. اونجا بهار نارنج هست، بله چرا نیست. الان این درختی که میبینی این الان چیز نیست، این پرتقاله، دید داره یا نه؟ این پرتقاله، بغلش لیموه ولی نارنج تو تصویر نیست. نارنج داریم، پرتقال داریم با لیمو. اسمت حقیقت هر روز ساعت 1 لایو میذاری یا نه؟ آره هر روز لایو میذارم به جز روز جمعه. جمعه حالا اگه بیرون برم تونستم لایو میذارم، حالا ببینیم شرایط یا بیرون یا هر فضای بازی بود لایو میذارم. نشدم که شایدم نذارم جمعه، ولی روزهای عادی خونه هستم آره از ساعت 1 لایو میذارم و یک و 10 دقیقه 1 و نیم نهایت طول بکشه، ولی هر روز فعلا لایو میذارم. هستی برات بچینه بفرسته. هنوز نرسیده، هنوز نرسیده ولی چشم. خب دوستان دیگه یه موقع توی نوروز 10 تا 15 تا کارت عروسی برامون میاد. واقعا منم اول اینجا اومدم پدر شوهرم خب اینا شما یه رسم خاصی دارین دیگه، ما نیستیم. مثلا عروسی دارین شما، ما عروسی شما میام شما باید عروسی ما بیاین، یعنی کارتو که میدم کارت پوله، باید حتما بری عروسی ها مثلا به قول خودتون تاوان بدین. برای یه رسمایی دارین، پسر رو بیشتر میدین دختر رو کمتر میدین، اینم هستش. پدر شوهرم یعنی واقعا همیشه داشت میرفت عروسی، الان اونجوری نیست، خیلی کم شده. چرا باید سر کار بزنیم آخر تعالی نشنه اسم حقیقت؟ باید آره آفرین آقا جان، باید ببین نری بعدا دیگه هیچی داستانه. اون کارت عروسی نیست، اون پوله دیگه. تایید دست بسته. بذار زیبات رو دوستم ببینم اونجا بهش دست به خدا. مرسی مرسی. من دیگه میخوام کم کم بچه لایو رو ببرم، واقعا دیگه خیلی تو لایو موندم، هم شما خسته شدید هم خودم انرژی به کارام برسم. به قول یکی از چیزا اومده بودن داخل کانال میگه تو وقت میکنی به شوهرت به دختر بچت برسی؟ من برم به بچه‌ام برسم، نری پول باید بدی. آفرین آقا جواد. تو عروسی ما خیلی ها نیومده بودن ولی عروسی هی میومدن خونه پدر شوهرم کادو میآوردن. بعد عروسی خب تو فردای عروسی پول همه خرج میشه دیگه، ولی اون کادویی که هی پشت سر هم تو طول هفته میاد اون یه مزه ای داره. بعد ما از اون کادو خیلی داشتیم بعد عروسی. بذارین من دیگه همینجا هستم برمیگردم. من ویو رو عوض کردم. آره از خیلی خیلی خوبه. مثلا برم عقب‌تر خیلی آوردم جلو دیگه. نسا خسته شد. خیلی نزدیکم. نه شب اصلا لایو نمیذارم، فقط روزه دیگه. شب به زندگی میرسم و کار خونه و بچه. آقا آرمان بیاستی قرار منم مهندسی برق بخونم. به خودم خود من هم داشتم اصلا یه حالی میده اون
کادوی بعد عروسی یه هفته 2 هفته بعد عروسی هم ما کادو داشتیم، خیلی خوب بود. بخاری نمیخواد برق بخونه. کلا شهر گیلان میگم یه قوانین خاص خودشو داره. کریم کردی سلام. کریم کردی آقا یوسف خیلی خوش اومدی. به من چه دوستان میگم بانو فرزان چقدر نازه. متشکرم شما لطف دارین. آقای سید حسن خیلی خوش آمدین. مرسی از حضورتون. میگم نورم میفته من ذره میگم سخت. بچه مرد خسته نباشه زود و خوش. مرسی آقا جواد خیلی خوشحال شدم با همصحبتی با شما. ممنونم که همراه من هستین و همیشه هم بیاین تو لایو. مرسی. چند بچه داره؟ یه دختر داره. مرسی آقای موسی سلام خیلی خوش آمدید. سید حسن خوش اومدین. فرزان خانم خونه شیکی داری. مرسی آقای. این کارا همه کار همسرم هستن، این دایره و اینا. البته خونه‌مون ساده است، ما زیاد کاری نکردیم روش، قرار بود درست کنیم ولی دیگه کلا پشیمون شدیم. آقای هادی سلام. راست میگه دیگه خیلی خوشگلی. همون رو میدونه ملکی تعارفه طبیعی. آره من فعلا هیچ عمل جراحی نکردم. بعد سالمی بود حال داد. خدا وکیل شب هم خیلی مرسی آقا وحید. ولی شب چون میگم که بچه اینا سخته دیگه، روز هستم شب دیگه لایو نمیذارم. خدا نگهدار باشه آقا جواد. مرسی آقا امید. مرسی. برم یه لایو دیگه. قربان شما. همین داریم. مرسی آقا. آره خدا رو شکر که همین داریم و هزار مرتبه شکر میکنیم. حالا با امید خدا ببینیم آینده ما چه خواهد شد. اهل کجایین؟ اهل استان گیلان. خانه سلام علی آقا. مرسی آقا امید. من دیگه میخوام برم بچه‌ها دیگه. خدا نگهدار دوستان همه. خدا نگهدار. دارم میخوام برم دوستان میان. دلم نمیاد سلام احوال پرسی نکنم. آقای عبدالله سلام خوش آمدین. به خدا دیگه میخوام برم. سلام دوست عزیز. لایک رو بزنین. کانال چرا لایکم کم شد؟ 72 و 71 کی لایکشو برداشت؟ لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو کانال رو ببینید. بیا بریم آلمان کردی. فردا از ساعت 1 بعد از من لایو دارم که حالا همینجوری میگن تا پاسی ادامه داره ولی که نهایت 4 که امروز خیلی طول کشید. از ساعت 1 هستم در خدمتتون. چند سال میشه عروسی کردی؟ شوهرت کارش چیه؟ من 96 ازدواج کردم و شغلش آزاده. دخترتون بیدار میشه؟ آره دخترم خوابیده، بعد خودش رفته خوابیده رو تخت. قربونش برم من. مرسی آقا وحید. شما همه دوستان خیلی موفق باشید. مرسی از حضورتون. اونایی که لایک نکردن لایک کنن، سابسکرایب کنن. مرسی. ویدیو کانال رو ببینید. من هر روز ساعت 1 لایک میذارم. دوست داشتین تشریف بیارید، من خیلی خوشحال میشم از دیدن شما. مرسی آقای آرمان. شما ممنونم از حضور شما. چند سالته؟ من 67. و دیگه خدا نگهدارتون باشه. روز خوبی داشته باشین دوستان. مرسی از حضور تک تکتون. هانی جان مرسی. شب است نه روزه. برق خاموشه. من برقا رو خاموش میکنم. آره داشته باشه اون اگه نه هرچی تو اوکی. مرسی از ساعت 1 من لایو دارم و خوشحال میشم که تو لایوم تشریف بیارین. مرسی از تک تک شما، از حمایتتون. مرسی و خدا نگهدار شما. شب هست؟ نه من شب لایو ندارم، فقط روز از ساعت 1 تا حالا 4 که امروز طول کشید. مانیا جان خدا نگهدار دوستان همه. خدا نگهدار و روزتون بخیر. خداحافظ.